بله خیلی ممنون، تشکر. دوستان خیلی خوشحالم واقعا از این که در میان دوستان ترک آذربایجانی خود هستم و این رو مطمئن باشید که ما هممون در واقع با همدیگه بزرگ شدیم، با توجه به اینکه دوستان ترک آذربایجانمون با توجه به جمعیتشون، با توجه به توانشون و با توجه به تاریخی که در ایران داشتند و همچنین اینکه آذربایجان به عنوان در واقع یک معبر یا یک گذرگاه فرهنگی برای کل اون فلات ایران بوده، خب همدیگه رو خوب میشناسیم. مسلماً احساس تنهایی و بیگانگی نمی کنم اینجا دوستان، این رو از ته دل میگم خدمتتون و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در میان دوستان هستم و اینم یک مسئله بسیار طبیعی است برای هممون که تفکرات سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی به هر حال متفاوتی داشته باشیم، اما مهم اینه که ما اونقدر رشد کرده باشیم که و رشد کرده ایم 100% که همدیگر رو تحمل کنیم. با تحمل همدیگه است که ما میتونیم اون یونیتی این دایورسیتی معروفی رو که به اصطلاح هست به عمل بیاریم و در عمل پیاده کنیم. برای از من خواسته شده که امروز در خدمتتون اینجا باشم و مختصری در ارتباط با بلوچستان صحبت کنم. البته خب میدونید که میشه از زوایای مختلف این مسئله رو وارد شد و خود منم نمیدونم چگونه از کجا شروع کنم. مطمئناً زمانی که بخش یا قسمت سوال و جواب خواهد بود اون موقع است که فکر میکنم بیشتر زوایای مسئله از دیدگاه دوستانی که در این اتاق الان تشریف دارند روشن‌تر خواهد شد. اما اگر من بخوام مختصراً در ارتباط با بلوچستان نکاتی رو خدمتتون عرض کنم، اجازه بدید اینجوری شروع کنم از موقعیت جغرافیاییش. و دوستان ضمناً من خیلی خیلی عذر میخوام از این که نگاهم رو نمیتونم در واقع بذارم روی چی تکست هایی که نوشته میشه اینجا زمانی که دارم صحبت میکنم. البته 100% بعداً قسمتی که مربوط به سوال جواب هست دقت خواهم کرد که اگر کسی با میکروفون نپرسید و سوالی رو به شکل تکست نوشت در حد توانم پاسخ بدم. اما این رو اجازه بدید که من این سری یادداشت هایی رو که در واقع از دیروز که به من گفته شده یادداشت کردم برای خودم اینجا یه نگاهایی بندازم تا پراکندگویی کمتر بشه، هرچند که پراکندگویی خواهد شد، این رو هیچ شکی ندارم، این عادت ما هست. وقتی که صحبت میکنیم از نمیدونم از هند شروع میکنیم بعد به قول ما بلوچه به خراسان میرسیم، اما اشکالی نداره، میدونیم هم دیگه رو. دوست گرامیمون ادمین های پالتاک میتونن اگر من به بیراه رفتم برم گردونن به مسیر اصلی که با هم دیگه برال توی وقتی که شما گذاشتید و با هم هستیم هممون با هم دیگه یک چیز رو داشته باشیم. برای دوستان بلوچستان همینجور که از اسمش پیداست اون ستانش در واقع مکان رو تعریف میکنه، محل بلوچ هاست و این اسمی است که حداقل میشه گفت از قبل از دوران نادریان این اسم در یک سری نوشته ها اومده، چرا که اسامی مختلفی دیگه براش بوده. زمانی که مقدونیان اومدن، نمیدونم اسکندر مقدونی اومده اون جاهای تاریخ هرودوت به شکل مکاها و مکوران هم چه اسمایی نوشته شده در سنگ نوشته هایی که در جاهای مختلف ایران و مخصوصا فکر میکنم طرفای کرمانشاه اونجا هست، اونجا به اسم مکران اسم برده شده، یه اسمای دیگه به هر حال است. ولی در هر صورت این اسم الان جا افتاده است. بلوچستان الان جا افتاده است به عنوان سرزمینی تاریخی که متعلق به بلوچ هست و شرایط آب و هواییش هم حاره‌ایه که طبعا خوی خلق آدمی زاده هم همچنان که همه چیز انعکاسی از محیط اکولوژیک خودش اینجوری خواهد بود. اما ضمن اینکه آدمای خشنی هستند بسیار هم صبور و مهربان و با وفا هم هستند. و اگر چنانچه از دوستان ترکی که طرفای بلوچستان رفتن و کم هم نیستند، اگر دوستانی که در این اتاق حاضر هستند و با هم دیگه صحبتی داشته باشن حتما خواهند گفت که خصوصیت اخلاقی و فرهنگی مردم اون خطه چگونه است. بلوچستان یکی از نکته‌های بسیار مهمی که در رابطه بلوچستان باید مطرح کرد اینه که
همچنان که عرض کردم آذربایجان به عنوان یک معبر و مسیر فرهنگ ها بین اروپا و فلات ایران بوده، بلوچستان اتفاقا به عنوان یک معبر فلات ایران به قسمت های آسیای هندوستان، باید بگم هندوستان و چین و به هر حال اون بخش شرق یه معبر بوده و جاده معروف ابریشم که به شکل تاریخی مطرح هست از همونجا رد میشه یا رد میشده اون زمانها. همین الان هم در واقع این سرزمین از نظر موقعیت سوق و جیشیش اگر فقط نگاه بکنیم میبینیم که محل تلاقی یا محل وصل شدن آسیا و چین و آسیای میانه و به هر حال این بخش دریای عمان و کشورهایی که پشت دریای عمان هستند از همین منطقه بلوچستان میگذره. و با توجه به اینکه نکته دیگه اینه، با توجه به اینکه بیش از 1000 کیلومتر که مسافت کمی نیست، بیش از 1000 کیلومتر مرز دریایی داره دوستان، یعنی اهمیت تجاری این منطقه رو، بلوچستان رو، اگر فقط از همین نقطه نگاه ببینیم که از تنگه هرمز شروع میشه و تا کراچی که یکی از شهرها و بندرهای بزرگ امروز پاکستانه، در واقع زمانی که به عنوان یک دهکده بوده، یکی از دهکده‌های بلوچ نشین بوده قبل از اینکه انگلیسی‌ها برن تو منطقه. همین الان هم بلوچستان در واقع منطقه فرح و نیمروز هیلمند افغانستان که برای نیروهای ناتو و طالبان القاعده و نمیدونم پاکستان، افغانستان همشون اونجا درگیر هستند، منطقه است بلوچ نشین. چرا؟ به دلیل اینکه زمانی که الان اجازه بده الان یه مقداری در ارتباط با مثلا جغرافیاش بود، در ارتباط با مسائل تاریخیش هم اجازه بدید من اینجوری شروع کنم که اوایل قرن 18 نصیرخان نوری خان قلات تقریبا میشه گفت تمام مناطق بلوچ نشین رو تحت فرمانده خودش در آورد. سالهای 1730 اون موقع میشه میلادی که 1747 در واقع این خان قلات یا قلات حاکمیت خودشو بر کل بلوچستان اعلام نمود و کسی بود که اون زمانهایی که امپراتوری عثمانی در واقع حاکمران کل منطقه بود، ایشون لقبی رو از امپراتور عثمانی هم دریافت کرده بودن به عنوان اینکه اونجا، البته من اسم اون لقب ترکیش فکر می‌کنم بیگلر بیگی همچی اسمی بهشون داده بودن که اینا هست در نوشته ها و در اسناد تاریخی موجود هست. ولی به هر حال از زمانی که در واقع بریتانیا شروع کرد به رفتن تو منطقه هندوستان، دیگه شروع کرد به اعمال همون سیاست اختلاف انداز و حکومت کن خودش در شبه قاره هند و سعی کرد اکثر جاهایی رو که تو مناطق بود در دست خودشون در بیاره، یعنی به دست خودشون بگیرن و به هر حال اون سیاست‌های استعماری که داشتن به پیش ببرن. اما در ارتباط با بلوچستان قضیه فرق می‌کرد و بلوچ‌ها واقعا مقاومت کردند و هیچ وقت امپراتوری بریتانیا نتونست بلوچستان رو به عنوان بخشی از اون اندیان بریتیش یا همون بریتانیای یک کمپانی داشتن، کمپانی شرق هند که هند رو درست، هیچ وقت جزئی از اون نبود. به همین دلیل هم زمانی که بعد از جنگ جهانی اول و زمانی که قرار شد که هندوستان از دست بریتانیا آزاد بشه، قبل از اینکه کشوری به نام پاکستان متولد بشه، بلوچستان در واقع طبق قراردادی که امضا شده بود با اتھاریتیز یا اون مسئولین بریتانیای اون زمان، آزادی خودش رو اول گرفت. ولی در هر صورت متاسفانه مدت طولانی طول نکشید که با توجه به اینکه پاکستان متولد شده بود توسط بریتانیا برای پیشبرد اهداف خودش بعد از اینکه دستش از شبه قاره هند کوتاه شد،
که به عنوان یک ابزار ازش استفاده بکنه، بلوچستان رو توسط ارتش پاکستان در واقع، عرض کردم بازم با همون سیاست‌های اختلاف انداختن، مخصوصا اگر چنانچه در جوامعی هم این زمینه‌های اختلاف رشد کردن هم که به شکل فرهنگی موجود باشه، با توجه به فرهنگ اشیری قبیله حاکم بود، تونستند شکست بدن، این نتونستن مقاومت کنن در مقابل ارتش پاکستانی که به هر حال با حمایت بریتانیا هم بود. شکست خوردند و بلوچستان شرقی به وجود اومد که همکنون در اون بخش پاکستان است. اما اینو میخوام بگم که بعد از اون مقاومت قهرمانانه‌ای که حاکمان بلوچستان در مقابل بریتانیا ها انجام میدادند و چندین بارم شکست خوردند، نهایتاً وارد دسیسه شدند. دسیسه به این شکل که با دولت قاجار اون زمان به توافق رسیدند که نیروهای بریتانیا در بخش غربی ایران که تازه نفت کشف شده بود مثلا میدان عمل داشته باشند و در مقابل بخشی از بلوچستان رو دولت بریتانیا بده به دولت قاجاریه. به همین دلیل در سال 1871 در یک توافقنامه‌ای که خیلی معروفه بهش میگن گولد اسمیت لاین، بخش غربی بلوچستان رو به هر حال جدا کردند و دادند به دولت قاجار اون زمان. و در سال 1893 بخشی از بلوچستان را طی قراردادی که معروف است به عنوان مورتیمر لاین، این را هم در مقابل حضور و استفاده خودشون از مناطق پشتون نشین که الان وزیرستان و پشاور اگه اسمشو حتما شنیدید است، به دولت اون زمان مثل افغانستان واگذار کرد. قسمت شمالیش رو، همین بخشی که الان از بلوچ‌ها در افغانستان هستش. برای اون بخشی از بلوچستان هم که در حیطه اعمال نفوذ امپراتوری بریتانیا باقی مونده بود، عرض کردم که هیچ وقت به عنوان بخشی از امپرالاتی که داشت قرارداد با اون بسته بود و یه سالانه مبلغ هنگفتی هم به اون مستقلاً میدادن در مقابل استفاده هایی که از بخش های از بلوچستان مثل کویته که شروع کرده بودن به کشیدن خط آهن از اونجا تا زاهدان امروزین. همین خط آهنی که بین پاکستان و ایران هست در واقع خط آهنی است که بریتانیا در اون زمان به وجود آورد، تأسیسش کرد. استفاده ارتش و آرمی از طرف پاکستان اشغال شد. مردم بلوچ با توجه به اینکه هم مجلس اعلا و هم مجلس زیرین بهش میگفتن، برین و زیرین، دو تا مجلس داشتن زمانی که به عنوان یک کشور مستقل اعلام شد پس از خارج شدن دولت بریتانیا یا اون استعمار بریتانیا از اون زمان، که هر دو تا مجلسش به طور کامل رأی اینو داده بودن که ما نمیخوایم با پاکستان یکی بشیم، که متاسفانه شدند و یعنی شکست خوردند و نهایتاً مردم از همون زمان شروع کردن مبارزه. اولین کسی هم که اتفاقا زد به کوه عموی همون خان قلات بود که امضا کرد با پاکستان که من آره به خاطر اسلام میام و میپیوندم به دولت اسلامی پاکستان. در واقع از همون زمان مردم مبارزهشون رو شروع کردند و ادامه دادند و هنوزم ادامه داره. حالا من وارد اون بخش نمیشم، اون بخش برای خودش بمونه. اما توی این بخش بلوچستان غربیمون بریتانیا، به اصطلاح امپراتوری بریتانیا، بعد از شکست هایی که داشت و نهایتا این قسمت رو خیلی زیرکانه با قراردادهایی که با دولت ایران بست، با دولت قاجار اون ایران اون زمان بست، زمینه رو فراهم کرد که ارتش قاجاریه از کرمان حمله بکنند و برن به بمپور. بمپور در واقع همون موقعیتی رو داشت که اون قلعه‌ای که در پاکستان معروف است و بهش میگن کلات و در واقع مرکز سیاسی و حکومتی اون بخش از بلوچستان بود.
توی بخش غربی هم بمپور در واقع مرکز حکومتی و سیاسی بلوچستان بود و کسانی هم که حکومت می‌کردند اون زمان معروف به ملکان میگفتند. حالا شاید مثلا این ملکان بازمانده هایی از سیستمش منظورمه، از همون دورانی باشه که سلجوقیان داشتن در کل به اصطلاح امپراتوری ایران حکومت میکردند. با توجه به اینکه به هر حال بلوچستان هم به عنوان یکی از منطقه هایی بوده که همیشه تو این جنگ هایی که امپراتوری ایران حالا تحت هر اسمی، چه دوران پس از حاکمیت اسلام بر ایران بود یا قبل از اونش، همیشه هر وقتی که میخواستن دست درازی کنن به جاهای دیگه و هر کجا برن، به هر حال بلوچستان هم بخشی بود که همیشه از اونجا یا رد میشدند یا اینکه به هر حال تقاضای کمک میکردند و کمک میگرفتند و به هر حال میرفتند. حالا نمونهش مثلا عرض کردم من در اوایل اسم نادرشاه رو بردم. نادرشاه اسناد زیادی موجود است که برای اون جنگ هایی که توی هندوستان داشت و نهایتا هندوستان رو فتح کرد، بدون همراهی و همکاری مردم بلوچ نمیتونست این کار رو بکنه. و هنوز ما توی منطقه پنجاب که امروز توی بخش پاکستان هست، منطقه رو داریم به نام ملتان که پس از پیروزی دولت برال امپراتوری نادرشاه بر هندوستان در مقابل مثلا خدماتی که از طریق چاکرخان و گوهرامخان بلوچ که رند بودن، معروف هستن به از اینکه از طایفه رند و لاشار بودن، در مقابل خدمت اونها که همراهی کردن با اون منطقه مولتان رو اصلا داد به همونها. و الان هم کسانی که اونجا زندگی میکنن یه استان بسیار وسیعی است توی پنجاب که متاسفانه بلوچی نمیتونن صحبت بکنن، ولی اجازه نمیدن کسی خودشون رو بیشتر از اونا بلوچ بدونه و اینا از بازماندگان همون دوران هستن. حالا کار ندارم به این مسئله که گذشته چگونه بود و چگونه نبود، ولی مسئله اینجاست که زمانی که دولت قاجار لشکرکشی کرد به بمپور، مردم بمپور مقاومت بسیار بسیار جانانه از خود نشون دادن و نهایتاً پس از کشتار بسیار عجیبی که از طرف نیروهای قاجار انجام شد، تعداد در بعضی از کتب نوشته شده که حدود 10,000 زن و بچه رو اسیر میکنن، چرا که مردان یا کشته شدن یا به هر حال تعدادی هم که میتونستن اینقدر جنگیدن که کشته شدن و بعضی هم خودشون رو اصلا همونجا در واقع در میان معروف هست که به اصطلاح پاهای خودشون رو میبستن و ادامه میدادن به مقاومت که اصلا فکر فرار در سرشون زده نشه. و این 10,000 نفر اسیری که گرفته شده، اینها رو از کرمان بگیریم فکر میکنم حتی تا ترکیه بردند و پخش کردند به عنوان حالا نمیدونم به چه شکلهایی، ولی الان در واقع ما متوجه شدیم که در میان قشقاییان در نزدیکی شیراز اونجا یک مجموعه از مردمانی هستند که بهشون قرشی میگن. حالا اگر چنانچه از دوستان ترک قشقایی در این اتاق کسی هست، من بی‌نهایت خوشحال میشم که مقداری اطلاعات در این رابطه باید، چرا که ما اطلاعاتمون خیلی کمه. اما این قرشی ها زبانی که صحبت میکنند زبان بلوچیه. مسلماً پس از قرنها این زبان چیز شده، متأثر شده از زبان قشقایی، زبان ترکی قشقایی و خیلی از لغات و خیلی از چیزها رو گرفته از خودشه. من همین اخیراً یه تیکه ضبط شده به دستم رسید گوش میدادم، ضمن اینکه میفهممش بلوچی هست ولی مثلا از نظر گرامری مثل ترکی قشقایی شده. این شاید، من نمیدونم، من همینجوری حدس میزنم، شاید مثلا این یک بخشی از همون گروگان ها بوده باشند که اسیران بوده باشند که اون زمان به اصطلاح همینجور آوردند و جای مختلف گذاشتند و پخش کردن. الان هم برای این اون بخشی است که از اونجا هست. و از اون زمان به بعد دوستان، هر ایرانی که به سمت بلوچستان میرفت و میرسید اونجا، پیش مردم بلوچ اسمش گجر بوده و هنوزم گجر هست، بهشون گجر میگن. براشون مهم نیست که حالا این کسی که از این ور میره به اصطلاح کی باشه، فقط کافی است که فارسی صحبت بکنه، چرا که اون زمان این نیروهایی که میرفتن اونجا از کرمان رفته بودن، طبیعی است که فارسی صحبت میکردن و به هر حال بهشون گجر میگن. اما
بعد از جنگ جهانی در واقع دوم، پایان جنگ جهانی اول و تضعیف به هر حال این دولت قاجار به دلیل اینکه به هر حال هم به شکلی درگیر جنگ بود و چیزای دیگه، اینجوری شد که مردم بلوچستان احساس امنیت و آزادی بیشتری کردند، چرا که نیروهای سرکوبگر قاجاریه بسیاریشون برگشتند، بسیاری هم به هر حال توی درگیری‌ها مقاومت‌ها زده و کشته میشدن و نهایتاً رسید به جایی که 1928 قبل از اینکه اون کودتا انجام بشه و به هر حال 1921، ببخشید من از نظر تاریخی وضعم خوب نیست و حافظه خوبی ندارم، سالها به درستی یادم نمیاد، ولی همون زمان در واقع طوری بود که مجددا بلوچستان حاکمیت بلوچ رو دوباره به دست گرفت و یکی از خوانین بلوچستان به نام بهرام خان بارانزئی در واقع کسی بود که به جمع جور کردن کل این منطقه‌ای که در دست قاجار بود پرداخت و نهایتاً برادرزادش که به عنوان میر دوست محمد خان معروف هست حاکمیت بلوچستان رو تحت عنوان شاه بلوچستان ادامه داد. اما بعد از کودتای انگلیس ها علیه انقلاب مشروطیت و روی کار آوردن سلسله پهلوی در ایران بود که رضا شاه یک لشکر عظیم و مجهز به ابزارهای جنگی مدرن رو برای سرکوب بلوچستان فرستاد و 1928 بود که دوست محمد خان دستگیر شد و نهایتاً هم در تهران اعدامش کردن. در واقع از اون زمان به بعده که یک نوع سیاست یکسانسازی زبانی و فرهنگی در کل ایران رو با محوریت زبان و فرهنگ و دین ملت فارس، یعنی حکومتگران در واقع این محورها رو، زبان و فرهنگ و دین رو که از ملت فارس بود، این رو به عنوان این که بخوان یک ملت واحدی رو در ایران به وجود بیارن که داره یک زبان و یک فرهنگ و یک دین باشه، این سیاست رو پیشه کردن برای خودشون. که این سیاست نه تنها از طریق اعمال سیاست‌های همانندسازی اجباری که عنوانش رو برای یه شکل اسیمیلاسیون هم بهش میگیم، بلکه با نفی رسمی زبان و فرهنگ ملت بلوچ از سیستم آموزشی و رسانه‌های عمومی هم همراه بود. یعنی حتی از تغییر نام شهرها و اماکن تاریخی بلوچ هم به نام‌های تاریخی و فرهنگی متعلق به ملت فارس اینا استفاده کردند. بیش از 1/3 مساحت سرزمین بلوچستان را هم به مناطق فارس نشین همسایه، یعنی استانهای خراسان و کرمان و هرمزگان که یک گام دیگه‌ای بود برای استحاله کردن هویت ملی بلوچ استفاده کردن، تیکه تیکه کردن در واقع تا جایی که میتونستن. و همچنین این تشویق و ترغیب و پشتیبانی مادی و معنوی در واقع دولت‌های مرکزی از مهاجرت هرچی بیشتر مردم غیر بلوچ از سایر مناطق و به طور مشخص از استان‌های همسایه به اون مساحت باقی مانده‌ای که حدود 280,000 کیلومتر مربع هست استفاده شد و این مسلماً یک سیاستی آشکار بود برای تغییر بافت جمعیتی بلوچستان در دراز مدت. خب مسلماً فرزندان بلوچ هم از آموزش به زبان مادری خودشون محروم گشتند و خوندن و نوشتن و چاپ و انتشار کتاب، روزنامه، همه اینا در واقع به زبان بلوچی اصلا یک جرم بود و هر کسی در واقع شجاعت به خرج میداد و کوششی میکرد در این راه به مجازات‌های سنگین محکومش میکردند. خب زبان و فرهنگ و هنر بلوچ هم که طی قرنهای طولانی توسط پدر بزرگان و نیاکانمون در واقع توی این سرزمین تاریخی بلوچستان خلق شده و به عنوان یک هویت تاریخی برامون به ارث گذاشته شده، نه تنها این مسئله مورد بیمهری و محروم از حمایت‌های مادی و رسانی قرار گرفت، بلکه با اجرای سیاست‌های سیستماتیک دولتی شدن من فکر می‌کنم لازم نیست این مسائل رو دوستان من مطرح کنم به دلیل اینکه اینها رو هممون میدونیم. همچنان که در ابتدای صحبت‌ها دوستمون حبیب فرمودند
مردم آذربایجان تبعیض رو با پوست و گوشت و استخون و خون خودشون لمس کردن و دارن لمس میکنن، میبینن که این تبعیض به چه شکلی روا شده. واقعا همینطور این رو اضافه کنید به عنوان این که خودتونم فرمودید که بلوچ‌ها سنی هم هستند و با توجه به این که رژیمی که الان بر ایران حاکمیت داره یک رژیم فرقه‌ای مذهبی، فرقه‌ای بی خاطر میگم که در میان خود مذهب شیعه هم فرقه های فراوان است و این فرقه اثناعشری در واقع هیچ فرقه دیگری رو از خود حتی اهل تشیع هم به رسمیت نمیشناسه و به راحتی هم دیدیم که به خاطر غلظت به اصطلاح اون سیاست‌های مذهبی حاکم حتی توی قانون اساسی هم اهل تسنن رو به عنوان شهروند درجه دوم قرار دادن و گفتند که برای حق ندارند که به عنوان کسانی که دارای موقعیت‌های بالای سیاسی و اداری در کشور باشند. این منظور فقط ریاست جمهوری نیست دوستان، اونجا نوشته رئیس جمهوری ولی اصلا اینجوری نیست، به دلیلی که ما هنوزم چه از زمان شاهش بگیریم، چه از زمان این ولایت شاهش، چه از زمان اون شاهنشاهش بگیریم، هیچ وقت یک بلوچ به عنوان استاندار حتی نبوده، به دلیل اینکه به هر حال طبق تا اونجایی که من البته اطلاع دارم، شاید یه اطلاع ناقصی باشه، در مذهب تشیع خدمت و مأموریت یک آدم مذهبی شیعه تحت حاکمیت یک سنی نمیدونم گناه داره، برای یک سری مسائل و مشکلات و مصیبت هایی داره که بیچاره ها خوب سعی نمی کنن بپذیرند که یک کسی غیر از شیعه در بالا سرشون باشه، به عنوان حالا فرماندار باشه یا به عنوان رئیس جمهور باشه، به عنوان استاندار باشه. اخیراً شروع کردن گذاشتن یک سری مثلا بلوچایی که مسلماً باید خودی باشن، چرا که میدونیم این سیاست خودی و غیر خودی همه جا حاکم هست و در میان اونهایی که هویت ویژه‌ای دارند و سنی هم هستند اونجا بیشتر شدت داره. اون بلوچ‌هایی که برحال باشون هستن جزء خودی هاشون به حساب میان کسانی هستند که چون ما یه جمعیت بسیار کوچیکی از بلوچ‌ها رو داریم که اهل تشیع هستند بعد از اومدن قاجاریه و همون در واقع خطه باریکی که نزدیک کرمان هست، اون منطقه تعدادی از بلوچ‌ها رو برحال به مذهب شیعه برحال دعوت کردند و گرووندن در همون زمان که البته هیچ وقت هیچ اختلاف و مشکلی در میان بلوچ‌ها به عنوان این که این شیعه هست و یا اون سنی هست نبوده. و به عنوان مثال حتی خودم اینجوری بگم که من پدرم ازدواج اولش که متاسفانه نتونستن ادامه داشته باشید در حیات باشن، ازدواج اولشون با یکی از فامیل های شیعه‌مون بوده که از همون منطقه است، از همون منطقه‌ای که طرفای نزدیک بم اونجا هست. می‌خواستم همین رو بگم که در واقع نبوده. اما الان جمهوری اسلامی یکی از سیاست‌های بسیار بسیار واقعا مخربی که به کار برده و شدیداً باعث خشم مذهبیون بلوچ شده، تا اونجایی که خودتون شاهد هستید دوستان که الان این خشونتگرایی که به هر حال مولدش جمهوری اسلامی است و مرتب داره باز تولیدش میکنه به جایی رسیده که بسیار از این جوانان به هر حال مذهبی و که جذب این گروه‌های افراطی و فرقه‌های افراطی میشن میرن حرکت‌های انفجاری، عملیات انتحاری یا خودکشانه به اصطلاح انجام میدن که این دقیقاً انعکاسی است از کینه‌ای که در واقع این رژیم در میان مردم اونجا تحت همین تقسیم بندی های انسان ها این شیعه است و اون سنی است انجام بده و رژیم شروع کرده شدیداً به تبلیغ و ترویج رسمی این که بلوچ هایی رو که به اصطلاح از سنیگری به شیعه‌گری تغییر دین بدن جوایز بسیار زیادی رو براشون گذاشته و متاسفانه با توجه به فقر شدیدی که در کل بلوچستان حاکم هست، شاید در همه جای ایران حاکم هست ولی در بلوچستان داره بیداد میکنه، خیلی راحت اونجا بسیاری از این ناداران ذهنی و مادی تسلیم این قضیه میشن و خب براشون به هر حال امکانات زیادی رو رژیم تدارک میبینه که خیلی هم میبینن که وضعشون اونجا از نظر درمانگاه و دوا و درمان و مدرسه و اینجور چیزا و مسلماً بستن
مساجد شیک و آنچنانی براشون میگذارن و این حتی شده تا جایی که این مسئله تا جایی رفته متاسفانه که باعث کشمکش بین خود بلوچ ها گشته، یعنی بین درگیری های بین اونایی که سنی شیعه شدن و اونایی که مثلا تعصب داشتن روی مسئله، درگیری های حتی کشتاری شده. خب اینو میدونیم که جمهوری اسلامی توی بلوچستان با توجه به اینکه هیچ وقت دوستان، اینو من با تأکید دارم میگم، مردم بلوچ از زمان حاکمیت قاجاریش بگیریم که اسم قجر اونجا رایج شد از اون زمان و از زمان بعدش هم بگیریم که پهلوی برحال سیاست های همون سرکوب ها رو ادامه داد، هیچ وقت احساس همبستگی و اعتماد با دولت مرکزی نکردند و نداشتند و عین همین قضیه هم در ارتباط با دولت مرکزی صادق بوده، یعنی که هیچ وقت دولت مرکزی و حاکمان ایران هم هیچ اعتمادی به مردم بلوچ نداشتن. این در واقع یک رابطه واقعا استعمار و مستعمره حاکم بوده و هنوزم هست. مردم بلوچ، جوانان بلوچ، به هر حال اونایی که آگاه شدن، حالا چه از زمان شاهش بگیریم و خصوصا بعد از انقلاب بخوایم بگیریم، انقلاب بهمن منظورم، اگر انقلاب حسابش بکنیم، از اون زمان به بعد نسل جوان بلوچ خیلی فعالانه در مبارزات سیاسی شرکت کردند و برای نشون دادند که یک سری صلاحیت هایی رو دارند که میتونند درد مردم رو درک کنند و یک سری حرکت در جهت سازماندهی این مردم برای احقاق حقوقشون و مقاومتشون انجام بدن. رژیم از همون ابتدا شروع کرد به استفاده از همین مذهبیون بلوچمون بر علیه اون نیروهای جوان اون زمان و به هر حال تار و مار کرد، کشت و کشتار کرد و بعد از کشتار 67 در ایران در واقع میشه گفت که بیشترین تعداد اون نسلی از بلوچ‌های فعال سیاسی که در دوران بهمن فعال بودند، بیشترینشون اونایی که تونستن جان سالم به در ببرن به هر حال ایران رو ترک کردند و اونان که زیر به هر حال رگبارهای جمهوری اسلامی یا طناب دار رفتند، اونان که به هر حال یادشون بخیر باد و درود بر همه اونا، درود در واقع بر همه مبارزان ملت‌های ساکن ایران که برای حقوق انسانی خودشون مبارزه کردند. از اون زمان به بعد در واقع اون زمان جمهوری اسلامی عرض کردم که داشت استفاده میکرد از نیروهای مذهبی بلوچ، نیروهای ناآگاه مذهبی بلوچ، باید تاکید کنم، بر علیه نیروهای دموکرات بلوچ در سرکوبشون و در واقع یک نوعی که از یک طرف در چنبره حکومتیان جمهوری اسلامی قرار بگیرند، از سوی دیگه با توجه به تبلیغات سویی که میشد و مسلماً جنبه‌های دین و غیر دینی رو مطرح میکردند، در اون چنبره فرهنگ مذهبی که رژیم دامن میزد و خود حکومتیان گرفتار اومده بودند جوانان بلوچ، فعالین بلوچ. و عرض کردم نهایتاً اونایی که اومدن بیرون وظیفه خودشون میدونستند که به یک شکلی خودشون رو مجدداً سازماندهی بکنن و به مبارزه خودشون بپردازند. من میکروفون رو برای یک لحظه آزاد میکنم تا اینکه بشنوم از شما که آیا ادامه بدم یا اینکه این رو خیلی کوتاه‌تر کنم و بذارم به اینکه دوستان صحبت کنم. من میکروفون رو برای یک لحظه آزاد میذارم. خیلی ممنونم دوستان. پس با این حساب برای اینکه یه ذره بیشتر در واقع با مبارزات مردم بلوچ آشنا بشید، من از اینجا شروع میکنم که آغاز دهه 1970 در واقع مصادف با آغاز ورود اولین گروه‌های دانشجویی بلوچ به دانشگاه‌های مختلف ایران، دهه 1970 میلادی، و کسب آگاهی و دانش برحال مخصوصا عرض کردم همون زمانی که خود من در واقع دانشجو بودم. من میتونم بگم که من جز اولین گروه هایی بودم که از در واقع پامون به دانشگاه باز شد و اونجا بود که به هر حال جرقه های آگاهی در ذهنمون توسط همون تشکلات سیاسی اون زمان که مجاهدین و فدایان بودند، این جرقات از آنمون روشن شد. و جالب بود که میگن بعضی وقتا که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما دوران دبیرستان که بودیم، خود من و همون دوستانی که اون دورهای اول در واقع
دانش آموز کلاس های 11 و 12 بودیم، دبیر نداشتیم. یکی از رئیس دبیرستان ها بود که خدا رحمتش کنه، ایشون رفت و از ژاندارمری شهرستان ایران شهر خواهش کرد که 3 سرباز صفری رو که اونجا سرباز صفرهای در واقع عنوانش یادم رفت چی بود که تنبیهی فرستاده بودنشون اونجا، اینها رو اجازه بدن که بیان به ما درس بدن، بیان ما رو تدریس کنن، چرا که ما دبیر نداشتیم. دوستان حالا فکرشو بکنین، کلاس 11 هستیم که باید آماده بشیم برای دانشگاه رفتن، ولی دبیر نداریم. وسطای سال بود که به هر حال دری به تخته خورد و این 3 افسر باید افسر وظیفه میشدن، ولی تنبیهاً اینا رو سرباز کرده بودن، فرستاده بودنشون اونجا که در واقع این دوستان که الان نمیدونم چند تاشون شهید شدن و چند تاشون زیان، یکیشون که میدونم شهید شد آقای شهید حق نواز بود که بعداً با رفیق فداییمون حمید اشرف شهید شده بود. این به عنوان معلم بود اونجا و ما نمیدونستیم. در واقع اصلا باعث شدن این 3 نفری که اونجا بودن، یکی از دوستامون ترک بود که فکر میکنم هنوز در قید حیات هستن، از این 3 نفر منظورم، 1 نفر آقای حق نواز بودن، 1 نفر دیگه از بچهای تهران بودن. این 3 نفر ماهیت دبیرستان رو عوض کردن و در واقع اون زمان، از زمانی که سرباز صفرها برای تنبیه شدن به بلوچستان فرستاده شده بودن، این سرباز صفرها بودند که در واقع یک انقلاب از نظر آموزشی، از نظر آگاهی رسانی به دانش آموزان اون دوره بلوچستان وجود آوردن و از همون زمان به بعد در واقع پای نسلی از جوانان بلوچ به دانشگاه ها باز شد و آشنا شدیم با مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. در نتیجه دوران انقلاب بهمن 57 آمادگی ذهنی برای هممون بود، اما تجربه نداشتیم، که تجربه تشکیلاتی نداشتیم. در نتیجه اولین تشکل سیاسی که توی بلوچستان شکل گرفت درست در بحبوحه انقلاب، تشکلی بود به نام سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان و مشخصا آنچه را که مطرح میکرد یک سری حقوق دموکراتیک بود که در اون مطرح میکرد که ما حالا که تغییر و تحول اومده چی میخوایم چی نمیخوایم، و استقبال بسیار شدیدی از این از توسط توده‌های مردم شده بود، حتی به دلیل اینکه اعتماد داشتن به جوانانشون که اینا راه رو درست میرن و کار رو درست میکنن. اما رژیم به وحشت افتاده بود و دبیر کل اون تشکل رو ترور کردند که هنوزم در واقع فلجه و توی تهران افتاد، یعنی فلج مادام العمر شد، خورده بود به هر حال اون تیری که زده بودن به عصب نخایش و فلج هست موند. میخوام اینو بگم که به هر حال این تشکل به شکلی شکست خورد و پس از این در واقع نیروهای جوان و فعالی که بودن جذب سازمانهای سرتاسری شدند و به طور مشخص از تشکلات سرتاسری که توی بلوچستان جا باز کردند یا نیروهای فعال بلوچ در واقع با اونا در ارتباط قرار گرفتند و برای تشکلاتی اونجا درست شد. یکی سازمان چریکای فدای خلق بودند و به هر حال با مجاهدین منتها غیر از و پیکار هم بود، البته نگفتن، اما منتها اون تشکلی که در واقع مطرح تر بود از بقیه تشکلی بود که متعلق به سازمان چریکای فدای خلق ایران بود به نام بامی استار یا همون ستاره سحر معنی میده، که به هر حال در اون گرفتاری ها و گرفتن ها و شکنجه هایی که در آغاز سال 60 شروع شد، تعداد بسیار زیادی از بچه های بلوچ گرفتار شدند و بسیاری در زندان ها زیر شکنجه کشته شدند و خیلی هاشون به هر حال اعدام شدن، تیرباران شدن که حتی جمهوری اسلامی پول تیر رو هم از خانواده هاشون میگرفت. میخوام اینو بگم که اون زمان جمهوری اسلامی از نیروهای مذهبی بلوچ استفاده کرد، مذهبی ناآگاه بلوچ استفاده کرد بر علیه جوانان بلوچ. در نتیجه یه فضا باز شد برای اینکه مذهبی ها بتونن فعالیت بکنن، چرا که در راستای اون ماهیت خود رژیمی که حاکم بر ایران بود. خب طبیعی است که برای بهره‌گیری از همچین موقعیتی
بسیاری از رهبران مذهبی بلوچ اقدام کردند به جمع‌آوری پول از مردم بلوچ، از سرمایه‌داران مردم بلوچ و به ساختن مدارس دینی. دوستان، یعنی در واقع جمهوری اسلامی کمک میکرد به شکل اینکه کاری نداشته باشه به این مسئله. و الان دوستان بلوچستان به عنوان یکی از مراکز مهم مدارس مذهبی اهل سنته و فکر میکنم خیلی از دوستانم شاید متوجه هستند که الان محوریت مبارزات اهل تسنن در بلوچستانه و خب به هر حال اینا ضمن اینکه مدارس زیادی رو می ساختن یک سری تحولات دیگری رو هم در واقع به وجود می اومد. یکی از اون تحولات، اجازه بدید من از دیدگاه خودم این رو مطرح کنم که تا اون زمان زن بلوچ حق نداشت به مسجد بره یا به مدرسه های مذهبی بره و درس بخونه، اما یک تحول باید بهش گفت که به حساب آورد که مدارس دینی دخترانه هم ساختن و دختران هم رفتن اونجا توی مدارس دینی برای آموزش برای اون علوم دینی که متعلق به اهل سنت هستش و حتی به مساجد هم برای ادای نماز می رفتن. علاوه بر این فراموش نکنیم دوستان، نمیدونم شما هم شنیدید احتمالاً که ما جماعت تبلیغی داریم که الان جمهوری اسلامی به عنوان وهابیون اسم میبره. این جماعت های تبلیغی در واقع محصول رشد همین نوع حرکت های مذهبی است که در منطقه دامن زده میشد. در دوران شاه دامن زده میشد برای اینکه یک باور محکم در اونجا به وجود بیاره در کل اون منطقه. اصلا دقیقاً این همین مسئله که در ارتباط با طالبان هست، به شکلی به هر حال موج این طالبانیسم به بلوچستان در دوران شاه هم رسیده بود، چرا که دولت‌های غربی می‌خواستند که در اون منطقه یک سپر قوی مذهبی علیه نفوذ، به قول خودشون یا از ترسی که داشتن از نفوذ سوسیالیسم در این منطقه گرفته بشه. اما توی این دوران جمهوری اسلامی تحرکات این گروه‌های تبلیغات جماعتی همچنان که دولت‌های اروپایی و غربی هم به هر حال اون طالبان را استفاده می‌کردند بر علیه اون دولتی که در افغانستان بود، از نظر لوجستیکی و آموزشی و پولی اینا به هر حال تامین می‌شدن، در نتیجه تو این ور هم این مسائل رشد می‌کرد و جمهوری اسلامی عرض کردم زمینه رو فراهم‌تر کرده بود، دامن می‌زد. خب الان رسیده به جایی که مردم بلوچ، جمهوری اسلامی در واقع حرکت‌های مذهبی مردم بلوچ رو که چیزی جز همون حقوق مذهبیشون رو، حقوق برابر مذهبیشون رو نمیخوان، به عنوان یک نیروی متقابل، یه نیروی در تقابل با خودش داره میبینه و به همین دلیل هم شروع کرد از زمانی که حس کرد که این نیروی مذهبی داره تبدیل میشه به یک نیرویی که جمهوری اسلامی دیگه ازش داره وحشت میکنه، به تخریب مساجد مردم اهل تسنن در شهرهایی مثل مشهد، چرا که اونجا یه مسجد شیخ فیض فکر می‌کنم، مسجد فیض داره در مشهد، یکی از مساجد تاریخی بازمانده از دوران فکر می‌کنم نادریان اون دوران باید باشه. این رو با خاک تبدیل کردن و نهایتاً مردم بلوچ یا اهل سنت کل ایران، اما با محوریت مردم بلوچ در زاهدان، تظاهرات عظیم آنچنانی رو راه انداختند که جمهوری اسلامی با هلیکوپترهای مسلسل دار مسجد مکی زاهدان رو به رگبار بست و باعث کشتار ده ها نفر از مردم سنی بلوچ اونجا شد. میخوام اینو بگم که یک نوع تنش، یک نوع چالش و کشمکش بین اهل سنت ایران و با مرکزیت بلوچستان و جمهوری اسلامی پیش اومد که خب خلق کنندش هم خود جمهوری اسلامی بود. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی قادر نبود و قادر نیست که پاسخ مناسبی به خواستهای اونها بده و همیشه هم با همون سیاست نظامی امنیتی که به مناطقی مثل بلوچستان و کردستان و جاهای مختلفی که به هر حال هم سنی بودند و هم غیر فارس بودند داشتند، جز سرکوب و جز خشونت پاسخ دیگه‌ای نداشت و طبیعی است که مردم بلوچ هم همشون به هر حال خواهان مبارزات مدنی یا پیرو مبارزات مدنی نیستند. بسیاری هستند که به هر حال میخوان سیلی رو با سیلی پاسخ بدن، که ما میبینیم که متولد تشکلاتی مثل جند الله و اخیراً هم
یک تشکل دیگه‌ای به اسم انصار ایران روبرو هستیم که در واقع بیان عملیات انتحاری انجام میدن تحت عنوان اینکه ما حقوقمون رو میخوایم. حقوق حالا عمدتاً اینا فرقه های مذهبی افراطی هستند و مسلماً غالبیت ذهنیشون مذهبی است، ولی در این حال چاشنی مسئله حقوق ملی رو هم مطرح میکنن. حالا اجازه بدید من از این بخش بگذرم و به اون بخش دیگه برسم که نیروهای سیاسی بلوچ بعد از اینکه اونایی که تونستن به هر حال از چنگال جمهوری اسلامی خودشون رو نجات بدن، اونها هر کدومشون سعی کردن به کشورهای همسایه و به طور مشخص برای ما بلوچ‌ها طبیعی است که کشورهای عربی همسایه و افغانستان و پاکستان بودند. خب بچهای بلوچی که رفته بودن اونور احساس یک دین رو میکردن به خودشون و میخواستن به هر حال کاری بکنن برای خودشون که در ارتباط با مسئله حق و حقوق بلوچ و مسائل سیاسی. اینه که اونجا هم با هم تلاش کردن به دوباره سازماندهی خود و در واقع تولدی که از تشکلات سیاسی بلوچ به نام زرنبش محصول همون دورانه، به اضافه بچه های بلوچی هم که با بام استار بودند، اونها هم یک تشکلی که تحت حمایت بام استار بود به نام جنبش آزادی خواهان بلوچ به وجود آوردند و به هر حال به شکل‌های مختلف به مبارزه خودشون هم ادامه دادند. اما در واقع بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و به هم خوردن معادلات سیاسی جهان و به هر حال می‌دونیم که یه چشم‌انداز نظم نوین به هر حال در نظر بود، نیروهای سیاسی منفرد و فعال بلوچ که از تشکلات سراسری جدا شده بودند بعد از بحث کردن با هم دیگه، تبادل نظر پیرامون اون مسائلی که اختلاف فکری داشتن حول مسائل ملی بلوچ، جنبش ملی بلوچ، در یک دوره 5 ساله در واقع سال 1381 که میشه معادل 2002 یه حزبی رو به وجود آوردن، حزب به نام حزب مردم بلوچستان با یه چارچوب دموکراتیک و تأکید بر ماهیت رهایی بخشی جنبش ملی بلوچ و سیاست محوریشون رو هم گذاشتند این که ما خواهان حق حاکمیت ملی بلوچ هستیم و طرحی رو هم که برای رسیدن به این حق حاکمیت مطرح کردن با توجه به هر حال به در نظر گرفتن فاکتورهای فراوانی، طرحشون فدرالیسم بود که البته از ناگفته نماند که همون زمان هم همزمان با تأسیس حزب مردم بلوچستان هم جبهه متحد بلوچستان، جبهه مردم بلوچستان هم با چارچوب‌های دموکراتیک و ملی و با در واقع گرد آمدن فعالین منفرد اعلام موجودیت کردند. که البته همه این تشکلاتی که من اسم بردم، یعنی هم زرنبش و هم حزب مردم بلوچستان و همون دو تا جبهه‌ای که اسم بردم، اینا همشون سال 1384 که میشه معادل 2005 به اتفاق هم دیگه و به اتفاق تشکلات سیاسی دیگه از ملیت‌های ترک و کرد و عرب و ترکمن، کنگره ملیت‌های ایران فدرال رو به وجود آوردن به عنوان اینکه یک صدای واحدی داشته باشند و به هر حال به سیاست‌هایی که داشته ادامه بدن. حالا من آخرین جمله‌ام اجازه بدید به این شکل مطرح کنم که در هر صورت الان که عصر ارتباطات هست و تکنولوژی ارتباطات در واقع برای خودش داره سیاست‌های جهانی رو در واقع تحت تاثیر قرار میده و هدایت میکنه، رسیده به جایی که نمیتونیم ما کسی رو پیدا بکنیم که از حق و حقوق خودش آگاه نباشه. به محض اینکه کسی از حق و حقوق خودش آگاه شد و حس کرد و لمس کرد که این حق و حقوق ازش گرفته شده، طبیعی است که برای به دست آوردنشون باید تلاش بکنه و تو این مسیر تلاش هر کسی به شکل خاص خودش با روشی که خودش بهش باور داره تلاش میکنه. من فکر میکنم و مجموعه مایی که برحال تشکلات سیاسی بلوچی که هستیم و اسم بردم فکر میکنیم با اینکه در میان ماها تشکلات استقلال طلب هم هست، تشکلات فدرالیست هم هست، اما هیچ کدوممون
بر علیه همدیگه دوستان نبودیم و نیستیم و نمیخواهیم هم باشیم. چرا که اگر قرار باشه ما بر علیه همدیگه باشیم، به جای اینکه نیرومون رو صرف مبارزه علیه شوونیسم و فاشیسم بکنیم، صرف مبارزه علیه دیکتاتوری و استبداد بکنیم، در واقع بخشی از انرژیمون هرز میره به این که بر علیه همدیگه شروع کنیم مبارزه کردن. به هر حال هدف هممون اینه که حق از دست رفتهمون رو، حق از دست رفته ملتمون رو دوباره کسب بکنیم. هر کسی از یک طریقی فکر میکنه که سریعتر و بهتر به اون خواهد رسید. اگر ما محورمون این باشه که به عنوان نیروهای به موازات همدیگه حرکت بکنیم، این رو من مطمئن هستم که ما قویتر خواهیم شد و به حق و حقوقمون هم سریعتر خواهیم رسید. و آنکه در واقع بهره خواهد برد از روبروی این دوتا اکیپ فکری نسبتاً متفاوت که البته هر دوتا تفکر ریشهشون در همون حق تعیین سرنوشته، در واقع به عنوان یکی از اصولی است که جهان به اون پایبنده، سیاست‌های جهانی در واقع اون رو به رسمیت شناختن و جزء اصول حقوق بشر سازمان ملل متحد هست. ما اگر اون رو به عنوان محور مبارزه خودمون قرار بدیم، همون کسی که برای یک سیستم فدراتیو ملی جغرافیایی مبارزه میکنه در همون چارچوب قرار داره دوستان، و همون کسی که برای استقلال ملت خودش، چرا که استقلال به عنوان یک حق چیزی نیست که کسی بخواد مخالفش باشه، مخالفت بکنه با اون. برای مسائل نسبی است و من بیشتر وقتتون رو فکر می‌کنم لازم نباشه بگیرم. من مطمئنم با سوالاتی که مطرح خواهد شد یا با نظرات تکمیلی که دوستان دیگر خواهند داد، ما میتونیم به یه جنبندی بهتری از صحبتمون برسیم. من میکروفون رو رها میکنم و میسپارم دست ادمینای محترم. ممنون. خب، سلام مجدد خدمت دوستان و تشکر از برحال صحبت‌های دلگرم کننده‌ای که از سوی دوستان شنیدم. امیدوارم که این سوال، جملاتی رو که شما خوندید دوست عزیز، من حداقل کلماتی رو نوشته باشم که سوال رو به درستی یادآور بشه. ولی در هر صورت اگرم اشتباه گرفته بودم، یعنی درکم از اون سوال اشتباه بود و جواب عوضی دادم، خودتون میبخشید و دوباره میتونیم اینو مطرح کنیم. سوال اول شده بود که رژیم مردم رو با مذهب تقسیم میکنه و شما با اقوام مختلف. فرق اقوام مختلف با بقیه‌شون نتونستم یادداشت کنم، ولی احتمالاً اینه که چرا این کار رو میکنید، چرا با اقوام مختلف، یا نمیدونم. دوست عزیز، حالا سوال کننده هر کی بوده، من اسمش رو یادداشت نکردم اینجا. داشتن تفاوت در میان انسان‌ها و داشتن هویت یک چیزی نیست که من به وجود آوردم یا جمهوری اسلامی به وجود آورده. اینها در واقع داده‌های تاریخی هستند. من اگر الان بلوچم و یک کسی اینجا فارس است، یک کسی ترک است، یک کسی عرب است یا ترکمن و غیره، ما خودمون این رو انتخاب نکردیم که دوستان عزیز. این در واقع در طی یک پروسه چندین هزار ساله مجموعه از انسان‌ها در یه بخش اکولوژیکی از این کره خاکی اینقدر در کنش و واکنش با طبیعت بودند که نهایتاً به هر حال تونستند برای خودشون ایجاد یک هویت بکنن، دارای یه زبانی رو برای کامیونیکیشن یا برای گفتگوی بین خودشون به وجود بیارن. در این حال وقتی اینم که برایشون فرصت پیش اومده پاسخ سوالات فلسفی خودشون رو هم پیدا بکنند که پاسخ به اون سوالات فلسفی به هر حال میشه ایدئولوژی دینی یا مذهبی، هر کسی دیگه، هر چی بخوام اسمشو بگذاریم. بنابراین تقسیم داشتن مذهب مختلف و داشتن آیدنتیتی یا هویت مختلف قومی، من باور ندارم که باید باعث ایجاد اشتقاق و تفرقه و رو در روی هم قرار گرفتن باشه. اون چیزی که باعث میشه سوء استفاده از تفاوت‌های مذهبی بشه و سوء استفاده از وجود هویت‌های مختلف بشه، اونها در واقع کسانی هستند که در قدرتن و قدرت سیاسی در دستشون هست و میخوان که برای ادامه حیاتشون یا برای به دست آوردن به هر حال یک سری مزایای خاص
از قدرتشون استفاده بکنند و دامن بزنند بین اختلافات مذهبی. ما اگر سخن از این میکنیم که ایران یک کشور کثیرالمله است، در واقع تاریخاً اونجا انسانها وجود داشتند و این هویتی هم هست در طول یک تاریخ بزرگ در واقع به دست اومده. به هر حال اینا نکاتی نیست که در واقع من بخوام تقسیم بکنم یا دوست دیگه بخواد تقسیم بکنه به قوم یا به مذهب. اینا بودند و فرقشون از نظر، اگر من سوال رو درست متوجه باشم که فرق به اصطلاح مذاهب مختلف و اقوام مختلف چیست، من جوابم این خواهد بود که در یک قوم مذاهب مختلف هم میتونه وجود داشته باشه، هیچ مسئله نیست و اون اقوام مختلف یا اون قومیت در هر صورت با توجه به اینکه محصول مبارزه یک مجموعه از انسان‌ها بوده در یک برهه‌ای از زمان و در قطعی از زمین، به عنوان یک هویت پایدار و ماندگاری است که به ارث رسیده و حق دارند انسان‌ها که اون هویت خودشون رو داشته باشند و ادامه بدن به اون. انسان‌ها در هر صورت یا حرکت جامعه و جهان به این سمت داره پیش میره که این تفاوت‌ها هر روز کمتر و کمتر بشه و به سوی همون گلوبالیزیشن یا دهکده جهانی که برای اسم میبریم به اون سمت در حال حرکت باشه. اما دوستان، مقاومت اون زمان به وجود میاد که کسانی بخوان با استفاده از قدرت سیاسی و سرکوب این هویت رو به شکل فیزیکی از بین ببرند، نه اینکه در یک پروسه کنش و واکنش به اصطلاح طبیعی. خب طبیعی است که به هر حال نهایتا ممکنه انسان‌ها، کسی چی میدونه، شاید بعد از 1000 سال دیگه واقعا یک زبان مشترک باشه بین همه انسان‌ها. و در ارتباط با مسئله تفکرات مذهبی هم کسی چی میدونه، اینقدر این مسئله اطلاع رسانی قوی باشه که به شکل همگون فکر کردن انسان‌ها پیش برند. بنابراین الان وجود تفاوت‌های مذهبی و تفاوت‌های هویتی قومی یا ملیتی یا ملی، هر چی اسمش رو بگذاریم، من با این هیچ حساسیتی ندارم. این در واقع نشانگر این هست که اینها هستند، بودند و تا مدت زیادی هم به وجود خودشون ادامه خواهند داد و هرگاه که احساس کنند مورد تبعیض قرار میگیرند، طبیعی است که مقاومتی باشه و مبارزه هم باید باشه. امیدوارم که برای سوال رو درست فهمیده باشم. بخش دوم دارم نگاه میکنم، داشتم سریع می نوشتم، بلوچ‌ها هنوز به مرحله ملت بودن نرسیدند و هنوز طایفه گری است. دوست عزیز، میدونم شما منظورتون شاید در ارتباط با ملت بودن این باشه که برای خودتون دولت تشکیل داده باشه. یعنی کسی که هنوز دولت تشکیل نداده باشه، من شنیدم که میگن نمیتونه ملت باشه و حالا اینکه از نظر علوم اجتماعی این اصلا دلیلی نیست که اگر چنانچه دولت نداشته باشن نمیتونن ملت باشن. این که الان از نظر چهارچوب اجتماعی هنوز اون شکل بندی طایفه‌ای و قبیله‌ای هنوز در بلوچستان هست، وجود داره، من منکرش نیستم. اما فراموش نکنیم که این پروسه‌ای که به اصطلاح باعث میشه قومگری و طایفه‌گری تضعیف بشه و به سمت یک وحدت ملی حرکت بکنه، پروسه های اجتماعی است که به طور طبیعی ادامه داده بشه. من اینو مطمئن هستم که اگر چنانچه بلوچستان گرفتار قاجاریه نمیشد، بلوچستان الان به عنوان یک ملتی که دارای دولت خودش بود در منطقه کمتر از ملت‌های همسایه خودش نبود و همین مسائل و مشکلاتی که امروز به عنوان اختلافات طایفه‌ای رژیم‌های مختلف ازش سوء استفاده می‌کنند و همچنین اختلافات مذهبی که رژیم‌های هار و شوونیست دارن ازش سوء استفاده می‌کنند، این اختلافات به حداقل خودش می‌رسید. طبیعی است که اختلاف هر کجا هست. اگر چنانچه الان در بلوچستان اختلاف، بله خیلی ممنون. حالا من نمیدونم صدای من تا کجا بود، ولی داشتم توضیح میدادم در مورد اینکه بلوچ‌ها هنوز مرحله ملت بودن نرسیدن و داشتم میگفتم که این طایفه‌گری و قبیله‌گرایی هرچند که هنوز وجود داره، اما این در واقع انعکاسی است از سیاست‌های عقب نگهدارنده رژیم‌های حاکم در پاکستان و در ایران.
و همچنین افغانستان رو باید اسم ببرم. بنابراین اصلا دلیلی نیست که اگر چنانچه الان طایفه ما داریم و قبیله داریم بلوچ به عنوان یک ملت نباشه. بلوچ به عنوان یک ملت هست و وقتی که من صحبت از ملت بلوچ میکنم منظورم به طور مشخص همه بلوچ هایی است که الان در 3 قسمت تقسیم شدن، با همدیگه ملت بزرگ بلوچ رو تشکیل میدن. ولی وقتی که صحبت از اون مجموعه از بلوچ هایی میکنم که در ایران دارن زندگی میکنن، بخوام وابستگیشون رو، وابستگی سیاسی که به هر حال با قهرن وجود اومده بیان بکنم، من خطاب میکنم ملیت بلوچ ایران، که البته روی این عرض کردم هیچ مسئله اساسیتی هم نیست و ملت بلوچ، ملیت بلوچ. وقتی که کلمه ایران رو بخوام مطرح کنم میگم ملیت بلوچ ایران. به همین دلیل هم کنگره رو ما اسمش رو گذاشتیم کنگره ملیت های ایران. پس بنابراین از نظر ما، از نظر سیاسیون و فعالین بلوچ، مردم بلوچ به عنوان یک ملت هستند، هرچند که هنوزم اون عقبه های طایفه‌گری و قبیله گرایی هنوزم داره خودش رو لنگان داره پیش میاره. و اجازه بدید همینجا پاسخ به اون دوستی بدم که فکر میکنم سوالشون این بود که یه لحظه اجازه بدید، میزان شعور و آگاهی ملی رو در میان مردم بلوچ چگونه ارزیابی میکنید؟ اجازه بدید این رو همینجا پاسخ بدم. دوست عزیز، در پاسخ به این سوال من اجازه بدید فقط اینقدر مطرح بکنم که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در کل ایران به هر حال فقط حرکت‌های مذهبی رو اجازه میدان و اجازه فعالیت داده و نیروهای دموکرات و ملی رو سرکوب کرده و میکنه با شدیدترین وجه ممکن، اما زمانی که تحت همین پوشش‌های حرکت‌های مذهبی هم مردم بلوچ در بلوچستان به شکل‌هایی که خود رژیم می‌خواست، به اون شکل‌هایی که خودتون کمابیش به هر حال اطلاع دارید، به مقابل برخاستن و رژیم از دست نیروهای مذهبی آسیب شده بود، تلاش کرد که به قول معروف یک حالی به نیروهای مثلا دموکرات هم بده، به نیروهای ملیگرا یا اونایی که کمتر به اصطلاح دایه مذهبی بودن رو میزنن بده. خب بازم اجازه برام نمیذارن که کسی اونجا فعالیت‌هایی داشته باشه به شکل سازمان یافته و تحت تشکلات سیاسی. در ظرف یک مدت بسیار کوتاه تشکلی به اسم انجمن جوانان صدای عدالت در زاهدان، فقط در زاهدان نه در سرتاسر بلوچستان، امکان فعالیت یافت به این شکل که خودش رو ثبت کرد به عنوان یک انجمن، به هر حال یک انجمنی که انجمن اصلا اجتماعی است. در ظرف 2-3 سال یک رشد عجیبی داشت، رشدی داشت که رژیم رو به وحشت انداخته بود، تا جایی به وحشت انداخته بود که رهبرش رو شما اکثرا خبر دارید، آقای یعقوب مهرنهاد رو گرفتند و اعدام کردند. نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم و در صحبت‌های قبلی فکر می‌کنم یادم رفته بود، اون اینه که این اعدامیونی که دوستان شما میشنوید که در شهرهای مختلف ایران میبرند اعدام میکنند و به عنوان نمیدونم قاچاق مواد مخدر فروش و فلان و فلان اینا، در واقع این به عنوان یک وسیله شده، یک توجیهی شده برای کشتار نیروهای فعال بلوچ. متاسفانه الان به راحتی مسئله نمیدونم وهابیت، اتهام وهابیت، اتهام نمیدونم طالبانیزم، اتهام مواد مخدر قاچاق فروشی، اتهام عوامل و ایجنت نمیدونم انگلیس و آمریکا و اسرائیل زدن، اینا خیلی راحت جمهوری اسلامی این اتهامات رو میزنه و تمام تلاشش اینه که در واقع اصلا جلوگیری کنه از نطفه بندی حرکت های سیاسی و تشکلات سیاسی. یک مدت کوتاهی اخیراً فضایی رو باز کرد برای وبلاگ نویسی، با توجه به این که جمعیت مردم بلوچ نسبت به کل استانهای دیگر و نسبت به کل ایران جمعیت بسیار کوچیکی است، وبلاگ نویسان بلوچ بیشترین آمار رو، یعنی بیشترین درصد رو در میان وبلاگ های ایران پیدا کردن و یادمونم باشه که آقای یعقوب مهرنهاد هم به عنوان اولین وبلاگ نویس اعدامی جهان شناخته شد. در ظرف نزدیک به 6 ماه جمهوری اسلامی
یک فضایی رو باز کرد که به اصطلاح وبلاگ نویسی بشه. در ظرف همین 6 ماه آنچنان بازم رژیم به وحشت افتاد که بست اکثر وبلاگ نویسان رو به شکل‌های مختلف تحت فشار قرار داد که تموم کنند، دیگه اجازه ندارن بیشتر بنویسن. و رژیم هم خیلی تلاش کرده و میکنه که یک نوع تقابلی بین نیروهای ملی دموکرات و نیروهای مذهبی اونجا به وجود بیاره. یعنی حتی به شکل‌های هم به قول انگلیسی میگن اپروچ هم کرده، رفته اصلا پیش نیروهای ملی دموکرات که مثلا ما به شما امکانات میدیم برای اینکه بتونید رشد کنید و در مقابل این نیروهای مذهبی قرار بگیرید. و خوشبختانه این نشان از همون آگاهی ملی داره. دوست عزیز که شما سوال کرده بودید، این نیرو و این قشر جوان که اصلا بسیاریشون در زمان انقلاب متولد نشه و بعدا متولدشن، جواب رد دادن، گفتن که ما با همدیگه اختلاف داریم، تقابل داریم با همدیگه، اما قرار نمیگیریم در مقابل همدیگه. و به همین دلیل هم رژیم همیشه سعی میکنه که جلوی رشد هر نوع حرکتی رو که آگاهی رو به سمت سازمانیابی هدایت بکنه بگیرین، حتی با فیلتر کردن وبسایت ها و نمیدونم اینترنت و تحت فشار گذاشتن وبلاگ نویسان و حتی زندان کردن و اعدام کردنشون. دارم نگاه میکنم اینجا به بنیادگرایی اسلامی افراطی در بلوچستان رشد کرده، علت آن چیست؟ من فکر میکنم در بخشی از صحبتهای من به این سوال پاسخ داده شد، ولی فراموش نکنیم که بلوچستان هم مرز با کشور پاکستانه و در عین حال هم با کشور افغانستانه که از مواهب این دوتا کشور هم متاسفانه مردم بلوچ یا خوشبختانه در بسیاری چیزها ولی متاسفانه در بسیاری چیزهای منفیش هم بهره مند میشه. یکی از اون مواهب بزرگ پاکستان در واقع صدور طالبانیزمه، صدور اون بینش طالبانیزمه. فراموش نکنیم که دلیل اصلی که پاکستان به وجود اومد در واقع رشد اسلامگرایی در منطقه بود. به همین دلیل هم امپراتوری بریتانیا اون زمان این رو به وجود آورد. زمانی که هندوستان دستش بود در شهر دیوبند در واقع پایه های این نوع حرکت های مذهبی رو ریخت، ولی زمانی که تحت رهبری گاندی و جواهرلال نهرو اون مردم هندوستان به هر حال به آزادی خودش رسید، ادامه همون سیاست اون زمان خودشون رو با ایجاد کشور پاکستان ادامه دادن. بنابراین همسایگی با پاکستان از یک طرف و در عین حال هم حکومت ایران هم به عنوان یک ایدئولوژی مذهبی در حاکمیت بودن، اینم به عنوان یک فاکتور مهم دیگه در مجموع اینا رو دامن زدین. یعنی فاکتورها دست به دست هم دیگه دادن و بنیادگرایی اسلامی افراطی متاسفانه یه واقعیت و کسی نمیتونه منکرش باشه در بلوچستان رشد کرده. خطری است بزرگ دوستان، هیچ شکی در آن نیست، اما تمام امید رو باید به این گذاشت که انسان‌ها آگاه بشند و آگاه میشوند و به انسانیت پی ببرند و جلوی این گونه حرکت‌های افراطی که باعث نابودی خودشون و باعث نابودی ملت‌های دیگه، ملت دیگه میشه، این گرفته بشه. برات میشه در این رابطه زیاد صحبت کرد، ریشه‌های این رو برگردوند و برد به اون دوران سیاست‌های جنگ سرد بین بلوک سوسیالیسم و بین این بلوک کاپیتالیسم، ولی اجازه بدید بیشتر در این رابطه وقت نذاریم. سال بعدی رو دارم نگاه میکنم که علیرغم همه این ظلم و ستم میتوان به رژیم‌های پانیرانیست اعتماد کرد؟ با کدام تشکل سرتاسری میتوان ایرانی فدرال را بنیاد نهاد؟ در این حال هم همین سوال شده بود که اجازه بدید در این رابطه من فقط اینقدر میتونم بگم که در شرایط کنونی تشکل‌های سیاسی سرتاسری که مسئله ملیت‌های ایران رو، حق تعیین سرنوشت رو به شکل عملی پذیرفته باشند و در این راه گام بردارن، ما هنوز با اون روبرو نشدیم عملاً. بله در سطح شعار بسیار بوده، شعارشو میدن، حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی شعاری بود که اون زمانی که من با سازمان چریکای فدای خلق بودم و به همین دلیل از مدافعین اون بودم،
میدادن. اما این زمان وقتی که سخن از حق تعیین سرنوشت میشه و حتی سخن از فدرالیسم میشه، بسیاری حتی این رو ارتجاعی حساب میکنند. من میخوام اینو بگم که ما ناامید نیستیم. به نظر ما نیروهای دموکرات و جمهوری خواه اپوزیسیون سرتاسری اگر اسمشون رو بگذاریم زیادند و اونها هستند که در واقع در چشمانداز آینده به عنوان نیروهایی که ما نیروهای متعلق به ملیت‌های تحت ستم و به اتفاق اونا بتونیم به توافق برسیم و در این راه گام برداریم برای اینکه ایرانی دموکراتیک، جمهوری و فدرالیسم و سکولار باشه گام. اما در هر صورت اینا به عنوان گام‌هایی است که باید برداشته بشه. تا کجا خواهیم رفت و تا کجا خواهیم رسید این رو آینده تعیین میکنه دوستان. و اینکه همین دوستانی که به اصطلاح شعار فدرالیسم میدن و در جهت فدرالیسم دارن گام برمیدارن با ایران، این رو برگرفته از حق تعیین سرنوشت و اینکه فدرالیسم در کشورهایی که دموکراسی حاکم هست جواب داده برای کشورهای چند ملیتی گرفتن. اگر چنانچه هم حتی فدرالیسمی در ایران حاکم باشه و اون فدرالیسم نتونه پاسخهایی بده به پاسخ نیازهای ملیت‌های ساکن ایران رو بده و یک نوع اعتماد و یک نوع حس برابری و تعلق ایران به همه وجود نیاد، برای اون زمان مردم خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن. اما من در این مقطع از زمان از مرحله مبارزاتی و در این مرحله روی همین مسئله پا میفشاریم که اگر چنانچه نیروهای اپوزیسیون به اصطلاح سرتاسری و نیروهای ملیت ها اگر چنانچه با هم دیگه در یک خط سیاسی قرار بگیرند و به توافقهایی برسند، میتوانند تأثیرگذار در جهت این خط و این مسیر باشند. سوال بعدی رو اینجا از ارمدان گرامی دارم. میگه آیا اگر مسئله ملی در ایران نبود، آیا امکان این که یک رژیم سوسیالیستی سر کار بیاد هست یا نه؟ این یه سوالشون بودند. سوال دومیشون هم قانون اساسی. من در مورد قانون اساسی بذارید همین تیکر از همینجا بخوام بگم. آیا اگر مسئله ملی در ایران نبود، آیا امکان یک رژیم سوسیالیستی سر کار بیاد هست نه؟ دوستان ببینید، انسان ها برای عدالت اجتماعی مبارزه میکنن، تو این شکی نیست، و برای اینکه بخوان به اون عدالت اجتماعی برسن طبیعی است که احتیاج به ابزارهایی دارند. اون ابزارها به هر حال دموکراسی است. یکی از اون ابزارها دموکراسی است که بتونند اونایی که اعتقاد به تحولات سیاسی دارند در راستای تحولات سیاسی فکری خودشون اقدام به سازماندهی و سازمانیابی بکنند و به هر حال این کنش و واکنش یا این بده و بستان مبارزات اجتماعی برای عدالت اجتماعی، حالا من قبول داشته باشم یا قبول نداشته باشم، به راه خودش ادامه خواهد داد. حالا امکان این که به اصطلاح مسلماً الان این مسئله حالا اینکه اگر چنانچه مسئله ملی نبود، یعنی مسئله این که این حرکت‌های رهایی بخش ملی که در ایران از طرف بلوچ و کرد و ترک و عرب و ترکمن و لر و غیره ادامه داره، به هر حال یکی از مسائل محوری و چالش برانگیز جامعه ایران هست و این محور در واقع میشه گفت که تعیین کننده اصلا آینده ایران هست. اگر این مسئله نبود و دموکراسی بود، شاید از طریق مبارزات مدنی و متمدنانه احزاب سوسیالیستی روی کار بیان. چرا که نه؟ من معتقدم که اگر یک همچین مبارزات وجود داشته باشه و به شکل سالم باشه، طبیعی هست که همچنین حرکت‌های به وجود بیاد. نمونه شما به هر حال تو این کشورهای، البته عرض بکنم که اون سوسیالیسم نابی که ما در ذهنمون داشتیم در اون دوران‌های پیشین با سوسیالیسمی که الان مثلا می‌بینیم سازمان‌ها و احزاب سوسیال دموکراتی که اینور در کشورهای اروپایی هستند دارند کار می‌کنند، خب تفاوت زیاده. این نوع سازمان‌های سوسیالیستی، احزاب سوسیالیستی در یک
مناسبات دموکراتیک امکان پیروزی و امکان به دست گرفتن پارلمان و دولت رو دارند. چرا که نه؟ من جواب کوتاهم به این سال اگر درست متوجه شده باشم همین خواهد بود. خب سال بعدی، خب ایشون گفته بودن که حکومت سوسیالیستی در ایران غیر ممکن است. البته این نظر شماست دوست عزیز، من جواب خودم رو دادم و در ارتباط با قانون اساسی اقلیت‌های دینی سوالتون اینه که من مطرح کردم که طبق قانون اساسی حتی احراز مقامات بالایی اداری، نظامی، سیاسی برای اهل تسنن ممنوع شده است. شما میگید که آیا اگر یک ترک یا کرد یا بلوچ یا عرب هر کی بخواد باشه در یک مسند قدرت باشه میتونه قبول کنه؟ من فکر کنم دوست عزیز شما جواب این سوالتون رو خودتون دادید زمانی که گفتید که یک شوونیسم به شکل یک سیستم داره حرکت میکنه. منم قبلا عرض میکردم که اگر چنانچه هم از بلوچ و کرد و ترک و عرب هم در سیستم هستند، طبیعی است که باید با سیستم همراه همگام باشند و به قول دیگه باید خودی باشند، اگر نه که جایگاهی نخواهند داشت. سوال سومتون رو میفرمایید که آیا از سازمانهایی که به نام ایران و دموکراسی فعالیت میکنند، آیا شما سازمانی رو میشناسید که بتوان با آنها وحدت داشته باشیم؟ من فکر میکنم من پاسخ این سوال رو به شکلی در یکی از سوالات پیشینم دادم و تشکلات سیاسی بالقوه هستند دوست عزیز که بشه با اونها وحدت کرد، ولی بالفعل در شرایط کنونی من نمیتونم به طور مشخص یه تشکل سیاسی سرتاسری رو اسم ببرم که ما سازمانهای ملیت‌های ساکن ایران که هر کدوممون برای حقوق ملی دموکراتیکمون داریم فعالیت میکنیم بتونیم با اونها الان به شکل حرکتی برای وحدت به پیش بریم. اما یک چیز رو من مطمئنم و این رو خدمتون عرض بکنم که خودتون شاهد هستید که این نیروهای بالقوه که رو اسم ببرید. من عرض کردم کل نیروهایی که به شکل نیروهای جمهوری خواه دموکرات هستند، حالا هر اسم دیگه رو خودشون داشته باشند، اینا به عنوان نیروهای بالفعل هستن. من به طور مشخص نمیتونم تشکل خاصی رو اسم ببرم، خیلی مجبورم از این بابت. این دلیلش اینه که یعنی هنوزم اگر چنانچه هستند خیلی شرمالودن و حاضر نیستند شجاعانه برای حقوق ملیت‌های تحت ستم کار بکنند. اگر یکی پیدا میشد و شانه به شانه می ایستاد با تشکلات متعلق به ملیت‌های مختلف ساکن ایران، مسلماً من اسم می بردم، ولی شرمنده‌ام از این که اینها هنوزم به اون جایگاه نرسیدن که خودشون رو به عنوان تشکلات مدافع حقوق ملیت‌ها اسم ببرن، مطرح کنند که من بتونم اسم ببرم. سوال دیگه عرض کنم که همینا بود. من چیز دیگه یادم نمیاد دوستان. اگر چنانچه شما فکر میکنید که سوالی بود و من یادداشت نکردم خیلی عذر میخوام، ولی میشه این سوالا رو دوباره مطرح کرد. من میکروفون رو رها میکنم تا اگر چنانچه دوستان صحبت دیگه ای دارد من میشنوم، اگر سوالی داشتند و در حد توانم بود حتما در خدمت خواهم بود. خیلی ممنونم. میکروفون آزاد. بله، با عرض سلام خدمت دکتر آراز گرامی. خیلی کوتاه پاسخ من به این سوال این خواهد بود که من ساکن غرب بلوچستانم، یعنی نزدیک بندرعباس. فقط همینقدر بهتون بگم که من فامیل بسیار نزدیک، میشه گفت در واقع 2 نسل پیشتر ساکن کراچی اند و در واقع من زمانی که بچه بودم یادم میاد که پدر و مادرم اینا میرفتن اون برای دیدار بینی فامیلاشون. ببین یعنی از کراچی بگیر تا این ور نزدیک بندرعباس، اینقدر منظورم فاصله های مکانی رو در نظر بگیری، ولی با این وجود ارتباط فامیلی رو نگاه کن. حالا این که به اصطلاح درست بلا فاصله بعد از این مرزی که کشیده شده، برادر این ور و خواهر اون طرف، پدر این ور، نمیدونم مادر اون طرف، بعد از اینکه اون مرز رو کشیدن دیگه، تو این که اصلا شکی نیست.
و متاسفانه جمهوری اسلامی هم الان یک دیوار بلند بتون آرمه از دریا گرفته تا نزدیک مرز خراسان، یعنی از منطقه زابل میگذره تا نزدیک مرز خراسان. یه دیوار به بلندی تا جایی که اگر خاطرم باشه 4 متر و پهنای خیلی وسیع، حدود فکر کنه همین اندازه ساخته که به اصطلاح کنترل کنه رفت و آمدها رو. یعنی در واقع یک نوع دیگه از شکستن چی میگن اون مرزهای یا تعرض به حقوق بشر هست. محروم میکنه به این شکل هم با پرداخت میلیاردها، صدها میلیارد دلار و ساختن همچنین دیوارهایی که بتونه به اصطلاح این مردم رو از همدیگه جدا کنه. بهانه‌اش جلوگیری از نمیدونم ورود اشرار و ورود مواد مخدر ایناست، ولی این یک دروغ مطلقه به دلیل اینکه مبارزات مردم بلوچ در واقع وادار کرده اینها رو که همچین حرکتی انجام بدن. چرا که من بلوچ وقتی که پدرم این ور خاک مرز تو خاک ایرانه و عموم با پسر عموهام اون طرف مرز هستن، خیلی طبیعی است زمانی که برای من مشکل پیش میاد من میرم اون ور، زمانی که برای اون مشکل پیش میاد میاد این ور. این نوع حمایت های بلوچ ها از همدیگه در واقع باعث شده بود که این دیوار به این بزرگی رو با این هزینه رو اونجا به اصطلاح بکشن. حالا اینکه جمهوری اسلامی اگه میخواست به اصطلاح حلال مشکلات باشه، کلا این رژیم های شوونیست اگر میخواستند حلال مشکلات باشه، این سیستم های واقعا استبدادی شوونیست میخواستن حلال باشند، این صدها میلیارد دلار رو باید صرف تأسیس کارخانجات میکرد اونجا، صرف تأسیس آبادی هایی میکرد اونجا که به درد مردم و به کار گرفتن مردم میشد. روابط بلوچ های ایران و پاکستان از نظر فامیلی به همین شکلی که عرض کردم خدمتون، از نظر سیاسی هم بسیار نزدیکن با هم دیگه، با اینکه در 2 تا سطح متفاوت سیاسی قرار داریم. یعنی در واقع بلوچستان پاکستان و مبارزانی که اونجا هستند حقیقتا در مرحله‌ای هستند که میتونند از همین الان کشور خودشون رو داشته باشند از نظر منظورم سازمانیابی و سازماندهی. چرا که هرچند که اونجا یک سیستم فدرال شکست خورده است، اما اون مناسباتی که به اصطلاح اون قشر اداری رو تربیت کرده باشه داره اون رو. آره کراپت هستن، واقعا یک سیستم فاسد اونجا، ولی از اون جنبه بوده. و خصوصا هم صحبت از اسیمیلاسیون وقتی که شد، مثلا در بلوچستان پاکستان دولت هیچ کمکی به رشد زبان و فرهنگ بلوچی نمی کرده. البته خب داشته یک سری رادیوهایی داشته در کویت که مرکز بلوچستان پاکستان است، به زبان بلوچی برنامه پخش میکرد، منتها خیلی ضعیف. از اونجایی که به قول معروف هر درآمدی هم این دولت‌های نظامیگری پاکستان داشتن صرف هزینه‌های نظامی و سرکوب میشد، ولی هیچ وقت جلوی کسی رو از بلوچ‌های پاکستان که خودشون بخوان در ارتباط با پیشبرد فرهنگشون کار بکنند، کتاب بلوچی بنویسند، زبان بلوچی رو شعر و شاعری باش بکنند و تاریخ بنویسند و از این حرکت ها هیچ وقت جلوشون رو نگرفتن. منظورم اینه که اگر چنانچه ما امروز بلوچی رو داریم که هنوز زنده است، منظورم زبان بلوچی رو زنده است، ما این رو مدیون فعالیت های هرچند ضعیف و بدون پشتوانه دولتی عزیزانمون تو اون بخش شرقی میدونیم، مدیون اونا هستیم. واقعا من برای اولین باری که اصلا حس کردم بلوچی یک زبان داره درست اندکی پیش از انقلاب بهمن بود که با کتاب‌های از بلوچستان شرقی آشنا شدم، با شاعران انقلابی که اشعار بلوچی سروده بودند و این کتاب‌ها به عنوان سمبل در دست بچه‌های بلوچ در دوران انقلاب بود و خونه به خونه میگشتند و میخوندند، هرچند که برامون سخت بود خوندن و نوشتن. این سطح اسیمیلاسیون دکتر جان در سطح بلوچستان به درجه وحشتناکی رسیده. شاید این درجه وحشتناکش به شکلی این باشه که چون از نظر تاریخی بین زبان بلوچی و کردی و فارسی و زبانهای دیگه توی منطقه یک ریشه مشترک وجود داشته،
زبان فارسی رو راحت پذیرفتن اونایی که البته در شهرها هستند و به هر حال کارمند و اینجور چیزا هستند، اینا بچه هاشون رو متاسفانه که این به عنوان یک معضل بسیار بزرگی هست و به همین دلیل من عرض کردم زمانی که به اصطلاح وبلاگ نویسی رو اندکی مهارش و شل کرد جمهوری اسلامی در بلوچستان، مثل قارچ وبلاگ نویس ها رشد کردن و سر دادن، کل وبلاگ های بلوچی درست شد و در واقع یک نوع جنبشی راه افتاد که مذمت میکردن که چرا ما زبان بلوچیمون داریم از دست میدیم. یک نوع جنبشی شروع شد، اما عرض کردم دو مرتبه جلوشو گرفتن. بنابراین من این رو نمیتونم در ارتباط با حداقل اسیمیله شدن زبان، عنصر زبان رو به عنوان محوری ترین هویتمون بگیریم، منکر باشم که در سطح آذربایجان نیستیم و خوشا به حالتون که واقعا اونجا یک همچنین حس قوی برای حفظ این هویت بی‌مثال زبان ترکی به وجود اومده و مردم دارن از این زبان حمایت میکنن. فکر میکنم در این رابطه من دیگه بیشتر صحبت نکنم. سوال بعدی رو از دوست بعدی میشنویم. ممنونم. با عرض سلام و ممنون دوست گرامی یاشار عزیز از طرح سوالاتی که فرمودید یا بحثی رو که مطرح کردید. در واقع تمام بحث خود منم داشتم گوش میدادم و یاد میگرفتم از نکاتی که مطرح میگید. این کاملا طبیعی است و اینکه ما بخوایم جنبش ملی بلوچستان در بخش غربی رو با کردها مقایسه کنیم مبالغه خواهد بود، ولی این رو خدمتتون عرض خواهم کرد که مبارزه بلوچ‌ها در بخش بلوچستان شرقی کمتر نیست، یعنی کمتر از مبارزه ملی که مثلا در بخش غرب ایران در کردستان تاریخچه‌ای دارد. اونم تاریخچه‌ای در واقع با همون قدمت دارد، به همین دلیل هم الان نسبتاً جلو هست و به هر حال ما هممون باید تلاشمون برای به دست آوردن حاکمیت ملیمون باشه. حالا این حاکمیت ملی بنا به فرمایش دوستان یا شما بودید به شکل فدرال تامین شد یا به شکل استقلال تامین شد، ولی نهایتاً هدف به دست آوردن حاکمیت ملی است که مردم هر منطقه تاریخی حق دارند که سرنوشتشون دست خودشون باشه. این رو هم خدمتتون عرض کنم که با اصلا مقوله اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های ملی در ایران ما موافق نیستیم، چرا که این کلمه اقلیت یا عنوان اقلیت رو باید برای کسانی به کار برد یا برای گروه‌های اجتماعی به کار برد که در یک جامعه دیگه به شکل مهاجر رفتند و شکل گرفتند و دارای سرزمین تاریخی خودشون در اونجا نیستند. بلوچ، کرد، ترک، عرب، فارس، لور و غیره هر کدوم بخوام حساب بکنیم اینا همشون دارای سرزمین‌های تاریخی خودشون هستند و در سرزمین تاریخی خودشون اکثریتند. پس بنابراین ما کلمه اقلیت رو استفاده نمی کنیم. حالا من شاید در از نظر جمعیتی وقتی که همچین سخنی مطرح شده من این کلمه اقلیت رو به کار بردم، ولی قصدم این نبوده که بخوام بگم اقلیت بلوچ، اقلیت کرد و اقلیت نمیدونم و دقیقا همینطور استاد. ما همه انسانیم و از تبعیض رنج میبریم، ولی دلیل این که در جاهایی مثل بلوچستان به جای این که حزبی مثل حزب دموکرات یا حزب یا فرقه آذربایجان شکل بگیره، حرکت‌های مذهبی برجسته تر میشوند. من قبلا امیدوارم که شما تو اون بخش بوده باشید یه صحبت‌هایی داشتم بر این که دلیلش واقعا از یک طرف سرکوب شدیدی است که بر علیه نیروهای مترقی ملی هم رژیم گذشته و هم رژیم کنونی اعمال کرده و از سوی دیگه فراموش نکنیم که همسایگی با پاکستان و همچنین افغانستان به هر حال بی تأثیر نبوده بر این که در جامعه بلوچستان
فرقه‌گرایی مذهبی یا غالبیت فرهنگ مذهبی، مخصوصا بعد از اینکه جمهوری اسلامی شکل گرفت، در اونجا مطرح شده باشه. خب طبیعی است که عکس العمل‌ها و حرکت‌ها هم به محض اینکه تبعیض رو لمس کنند و حس کنند شکل خواهند گرفت. در جایی مثل بلوچستان که قبلا هم اینو عرض کرده بودم که مدارس مذهبی بسیار زیادی در دوران جمهوری اسلامی به وجود اومد و الان هم در واقع میشه گفت مرکز فعالیت یا مرکز اهل سنت ایران در اونجا، یا قلب اهل سنت ایران در زاهدان میتپد، به دلیل اینکه مدرسه داره که اونجا فکر میکنم بیش از 100,000 نفر، اگر درست متوجه بوده باشم، کسانی که اونجا دارن آموزش مذهبی میبینن وجود دارن و سالانه وقتی که جشن‌های فارغ التحصیلی گرفته میشه، حدود 100,000 نفر از اطراف و اکناف و حتی از کشورهای مختلف برای همون مراسم پایان تحصیل میرن اونجا. در چنین شرایطی طبیعی است که به جای تشکلات سیاسی دموکراتیک امکان رشد و امکان سازمان یابی پیدا بکنند، حرکت‌های مذهبی و گروه‌های مذهبی با استفاده از نهادها و ارگان‌های موجود سنتی هم مثل همین مساجد و مدارس اینا شکل بگیرن و حرکت بکنن. و از اونجایی که این تبعیض ملی و تبعیض مذهبی رو همه لمس کردند، همین حرکت‌های مذهبی هم که اونجا شکل میگیره و به شکل خشونت بار هم بوده و خشونت زا هم بوده، عرض کردم همه اینا در واقع محصولات رژیم‌های خشونت زای حاکم بر منطقه مثل پاکستان و ایران هستند، شکل گرفته. از جمله شما اسم بردید جندولار و چندین تشکل دیگه، اما همشون برای استثناء زمانی که به اصطلاح صحبتی رو میکنن یا کاری رو میکنن، مسئله حقوق ملی به همراه حقوق مذهبی چاشنی هست و این بیانگر اینه که میدونند که علاوه بر این که مذهبشون تحت تبعیض قرار گرفته و مداخله میکنه رژیم برای امور مذهبیشون، یا مثلا حتی میبینن که اهل تسنن در شهرهای مثل تهران یا جاهای دیگه اصلا اجازه ساخت مسجد ندارن، با اینکه میگن در تهران حدود 4 میلیون الان سنی مذهب هست، ولی نماز جمعه خودشون رو مثلا مجبور میشن برن توی سفارت پاکستان بخونن. خب طبیعی است که این گونه به اصطلاح موضوع ها رو دستاویز قرار دادن و تهییج مردم خیلی راحت تر هست. تهییج مردمی که به هر حال همه عوامل کمک کرده به این که از نظر فکری این گونه باشند و در این خط ها باشند، خیلی راحت تره و این حرکت ها به این شکل میگیره. ولی به هر حال ما امیدوار هستیم و من تو این شکی ندارم، یعنی همه سیاسیون بلوچستان تو این شکی ندارن که اگر چنانچه فضای حتی نیمه دموکراتیکی به مدت کوتاهی نه طولانی به وجود بیاد، نیروهای مترقی و دموکرات جامعه بلوچ آمادگی دارند که ره 1 ساله رو با توجه به وجود این تکنولوژی ارتباطات واقعا 100 ساله بپیمایند و این رو ما در همین مدت کوتاه هم تونستیم لمس کنیم و این رو ببینیم. همین، من فکر میکنم بیشتر در این رابطه دیگه اظهار فضل نکنم و بسنده کنم به همین. ببینم دوستان، یه دوستی هم ضمناً از تکست ها متوجه شدم سوال کرده بود که آیا در بلوچستان مذاهب دیگه مثلا علوی ها اینا وجود دارن یا نه. بلوچستان در اصل برای اکثریتش سنی حنفی هستند. میدونید که دوستان کردمون سنی شافعی هستند، تفاوت‌های جزئی دارن با هم دیگه. یه مذهبی هست اونجا در بلوچستان که در واقع اصلا شکل گرفته در خود بلوچستان، که الان تو اون بخش بلوچستان شرقیه در شهری به نام تربت، که حتی جایگاهی که باید سالانه برای حج برند همونجا دارند خودشون. یه تیک زمینی رو، تیک کوهی رو با درختایی رو به هر حال به عنوان
مکانی مقدس انتخاب کردند و میرن همونجا سالانه برای زیارت و به هر حال بهشون میگن ذکری و اعتقادشون به اینه که به اصطلاح ذکر خدا رو میکنن. اونم برگرفته از قرآن، از اسلامه، ولی به هر حال یک شکل و شمایل خاصی به خودشون دادن که مسلمون ها میگن، یا بلوچ های به اصطلاح مسلمون میگن، که اونایی که خیلی افراطی هستن میگن به اصطلاح خارج از اسلام و به حساب کفر به حساب محسوب میشن. اما نه، درویش مانند نیستند، اصلا درویش مانند نیستند، نه، خیلی هم مترقی هستند. در واقع میشه گفت الان نقش بسیار تعیین کننده‌ای در مبارزات ملی بلوچستان دارند و شاید مثلا به شکل‌هایی با بهاییت تشبیهشون کرد، با بهایی ها. شاید، من خودم دقیقا اطلاعاتی زیادی در این رابطه ندارم، اما جمعیت کمی هستند و در بلوچستان شرقی هستند. در بلوچستان غربی بودند اینها، اما در دوران، در واقع همون زمانی که همون حاکم قلات، قبلا عرض کردم در قلاتی که توی الان بلوچستان شرقی هست، یک حکومتی به وجود اومده بود که اون خان آف کلات در واقع تونسته بود تمام بلوچستان رو منظم بکنه. اون یه آدم مذهبی هم بود ایشون و با دستوری که داده بود بخشی از ذکریایی که توی بلوچستان ایران در منطقه‌ای به نام دور اطراف سرباز بودند، اینها رو در واقع بسیاریشون رو به زور وادار کردند که مسلمون بشن، بسیارن که مقاومت کردن مجبور به ترک اون منطقه شدن و رفتن تو اون منطقه از بلوچستان شرقی نزدیک همون جایی که گفتم الان به اصطلاح محل زیارتگاهشون هست. یه فکر میکنم نزدیک شاید به 1% و یا شاید هم کمتر از 1% باشه. الان نمیدونم، الان جمعیت اهل تشیع زیاد شده، ولی نزدیک به 1 یا 2% از جمعیت بلوچ که نزدیک مرزهای فارس نشین حوزه بندرعباس و جیرفت و بم اونجا باشند، اونا رو هم به عنوان شیعه داریم. ولی عرض کردم بین خود بلوچ ها چه شیعه بوده باشند و چه ذکری بوده باشند و چه سنی هیچ وقت درگیری نبوده. همیشه با هم دیگه به قول معروف حتی روابط سببی داشتند، یعنی زن میدادن و زن میگرفتن به هم دیگه. اما خب بعضی وقتا هم همیشه بوده که رژیم‌های حاکم تلاش داشتن ناامنی به وجود بیارن و با تحریک یک سری افراد ناآگاه مشکلاتی رو به وجود بیارن. خیلی ممنون، من میکروفون رو رها میکنم. با عرض سلام مجدد، امیدوارم که صدا داشته باشم دوستان. صدا، مرسی، خیلی ممنون. من بله متاسفانه یک دفعه این کامپیوتر من فریز کرد و هیچ چاره‌ای نداشتم جز اینکه کلا خاموشش کنم و دوباره برگردم. امیدوارم که الان صدا هم بد نباشه. من تا اونجا شنیدم که جناب علی صحبت میکرد و گفتند که شما از فدرالیسم دفاع میکنید و تشکیلات فدراتیو هم تشکیل داده اید و مفهوم حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی رو یکی میدونید. تقریبا توی مایا این دوستان یعنی داشت صحبت میکردند که من قطع شدم از اونجا و الان هم که برگشتم صحبت آقای گرین رو این تیکش رو شنیدم که سخن از 4 میلیون سنی مذهب در تهران و 100,000 طلبه سنی در زاهدان که در واقع به شکل مبالغه به نظر میاد باشه. من تا اینجا رو شنیده بودم و اگه بخوام صحبت بکنم در این رابطه اجازه بدید. از فکر کنم ارمان گرامی بودند که یادداشت کردم اینجا، میگفت که من 3 سوال دارم. یکی این که با مداخله خارجی موافقید؟ خیر، ما با مداخله خارجی موافق نیستیم و اگر هم مداخله بخواد شکل بگیره که مسلماً خارج از اراده و کنترل ما خواهد بود، ما از هیچ کدوم از طرفین پشتیبانی نخواهیم کرد، برخلاف بسیاری از شوونیست های اپوزیسیون که در همچین شرایطی که میگن ما میریم و اصطلاح ساید یا جهت جمهوری اسلامی رو میگیریم و باشون در کنار اونا قرار میگیریم.
اما کاری که ما خواهیم کرد سعی میکنیم حد اکثر استفاده رو در چنین شرایطی به نفع توده های مردممون ببریم. حالا اون بستگی داره اون شرایطی که چگونه خواهد بود. سوال دومش رو حقیقتا من متوجه نشدم، به همین دلیل وقتی داشت چون هی مشغول این بودم که میدیدم کامپیوتر من داره عکس العمل نشون نمیده، صداهایی که صحبت میشد قطع و وصل میشد همون زمانی که داشت فریز میکرد. سال سومش رو من به این شکل دیدم که آیا مدل ایران، مردم ایران توانایی این رو ندارند که به اصطلاح خودشون از عهده جمهوری اسلامی بر بیان و طرف انتظار اینو داشته باشند که از خارج نیروی بیاد و کار مثلا جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه. دوست عزیز، اگر چنانچه هر حرکتی از خارج بخواد شکل بگیره، دقیقاً همچنان که خودتونم فرمودید من این قطعه رو متوجه شدم که در واقع جمهوری اسلامی و سیاست‌های اونه که دامن میزنه به نارضایتی‌های بین‌المللی، در واقع یک نوع تنش بین‌المللی و منطقه‌ای به وجود آورده و جمهوری اسلامی است که جنگ طلبی میکنه. اگرم جنگی در بگیره و میدونیم که بعداً سیاستمدارای اروپایی و رهبران کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا هم که هستن، اینا همیشه تلاششون بر این بوده و هست که یک نوع منطقی رو بر مردم مثلا بقبولونن که اگر هم حرکتی حمله چیزی بر علیه ایران شد ما مقصر نیستیم به دلیل اینکه به هر حال خودتون میبینید که جمهوری اسلامی تا کجاها رسیده و چه کار داره میکنه. دوست عزیز، توی اصلا شک نیست که اگر چنانچه مسائل درون ایران، اون کنش و واکنش های درون ایران، نیروهایی رو که در تقابل با هم قرار میگیرند در یک پروسه طبیعی رشد بکنند، هیچ نیازی به دخالت خارجی نیست و خود مردم درون ایران میتونن این کار رو یکسره بکنن. اما فراموش نکنیم پدیده ها دوست عزیز بسیار گره خوردن به هم دیگه. آدم نمیتونه فقط یک زاویه نگر و یک جانب نگر باشه، مخصوصا در قرن 21. عرض کردم که همه چیز به سمت جهانی شدن در حال حرکت هست. ما نمیتونیم پدیده ها رو به شکل مشخصی خط قرمز بکشیم و بگیم این فاکتور است اون همه فاکتورها با هم دیگه به هم دیگه تأثیر میگذارند و تأثیر میپذیرند. چقدر نیروهای خارجی در تضعیف جمهوری اسلامی تأثیر خواهند داشت و چقدر جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ایران به اصطلاح شدت بخواد نشون بده و چقدر مردم ایران این امکان رو داشته باشند که خودشون رو سازماندهی بکنن و بتونن در تقابل با این رژیمی که واقعا روی همه جلادای زمان رو سفید کرده مقابله بکنن، همش بستگی داره به اصطلاح کنش واکنش همه فاکتورهای مختلف با هم دیگه. ولی در صورت ما خواهان این نیستیم که آن بلایی که سر مردم عراق اومد همون بلا سر مردم ایران بیاد توسط نیروهای خارجی، توسط ارتشهای خارجی. ولی عرض کردم این خارج از اراده ماست و اگر هم اتفاق افتاد پاسخ من به طور مشخص این خواهد بود که قرار گرفتن در کنار ارتش‌های خارجی و حتی قرار گرفتن در کنار ارتش جمهوری سیاه اسلامی جنایت به انسانیت خواهد بود. دوست عزیز، در ارتباط با 4 میلیون نفر سنی مذهب در تهران، حالا شاید این کلمه، این مثلا رقم 4 میلیون مقدار اغراق آمیز باشه. من بر اساس چیزهایی که در اینترنت نگاه می‌کردم یا اخباری که می‌شنیدم این 4 میلیون رو نوشتم. ولی شما حداقل نصف این رو اگرم قبول داشته باشید 2 میلیون نفر جمعیت بسیار بالایی است از سنی‌ها که در تهران هستند و اینکه 100,000 نفر یا حدود 100,000 نفر طلبه سنی در زاهدان و یا در کل بلوچستان است، در این اصلا شک نداشته باش که تعداد دانشجویان بلوچ در دانشگاه بلوچستان به سختی شاید به 1000 نفر برسه، به سختی. اما تعداد دانش آموزان یا اونایی که به هر حال دانش علمی رو به قول خودشون دارن در مدارس و در تکایا دارن یاد میگیرن،
توی مدارس مذهبی بلوچستان توی شک نداشته باش که از 100,000 نفر بیشترن. من 100,000 نفر فقط از کشورهای از میگم شهرهای مختلف اهل سنت در ایران و از کشور همجوار فقط سالانه میرن بیش از 100,000. پارسال 200,000 نفر رفته بود که برن برای همون جشن فارغ التحصیلی، مراسم فارغ التحصیلی شرکت بکنن که جمهوری اسلامی سراسیمه شده و اصلا به شکل‌های مختلف جلوی ورود این مردم رو به شهر زاهدان میگیره. بنابراین توی این شک نداشته باش که تعداد طلبه ها 100,000 تاست و اینکه حداقل این 4 میلیون رو نصفش کن 2 میلیون در تهران باشه. تو این میتونید تحقیق بیشتری خودتون داشته باشید از طریق اینترنت و یا از طریق وبسایت هایی که متعلق به این حرکت ها هستش. علی رو من عرض کردم تا اونجای متوجه شدم که میگفت که شما فدرالیسم رو تعیین حق سرنوشت و حاکمیت رو با فدرالیسم اگر درست فهمیده باشم یکی گرفتید. دوست عزیز، حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل و پرنسیبی که مورد قبول برای سازمان ملل متحد است، از اصول اون هست، این میتونه از خودگردانی شروع بشه تا استقلال. حالا اگر چنانچه یک سیستم های فدراتیوی باشند که شاید هم به شکلی بهشون گفت کنفدراتیو یا شاید هم اصلا اسم فدراتیو نباشه، ولی حاکمیت مردم هر منطقه که تاریخاً دارای هویت تاریخی برای خودشون گشتن در طول یک زمان طولانی، سرنوشتشون دست خودشون باشه و بخشی از اون حق حاکمیتشون رو با یک دولت مرکزی که با توافق همدیگه یک سری اصول رو شریک میشن، یک سری از کارها رو شریک میشن و اون دولت مرکزی انجام بده، ما این رو در تضاد با حاکمیت نمیبینیم و این بیشتر آنگاه با معنی خواهد بود که این روند گلوبالیزیشن و هر حال جهانی شدن همه پدیده‌ها رو هم در نظر بگیریم که خود این حکومت‌های یا دولت‌هایی که در اروپا هممون الان هستیم می‌بینیم و می‌دانیم که چگونه جنگ‌های جهانی اول و دوم را راه انداختن سر همین مسائل ملی، سر همین تقسیم بازارها و قدرت‌ها، ولی نهایتاً بازم اومدن الان بخشی از اختیارات ملی خودشون رو به اشتراک گذاشتن و می‌گذارن. اگر درست متوجه بوده باشم پاسخ من این خواهد بود که از دید ما اینا همه با هم دیگه گره خورده هستن. گرین پاور عزیز، من فکر میکنم که من و شما با هم دیگه صحبتایی که اینجا شما فرمودید من هیچ مشکلی و مخالفتی ندارم. شما اگر در ابتدا بوده باشید، من توی صحبت هام دلیل اینکه چرا الان اینجور شده و حتی مبارزه دموکراتیک در بلوچستان توسط نیروهای دموکرات به تضعیف کشونده شده، دلیلشو همین مطرح کردم که این همسایگی بلوچستان با پاکستان و افغانستان و از سوی دیگه این سیاست‌های برباد دهنده و همیشه اختلاف بیانداز جمهوری اسلامی هم در واقع کمک کرده به این که الان بلوچستان به همچنین جایی برسه و این درست آن چیزی است که در ارتباط با دموکراسی نیست. به همین دلیله که هم شما و هم من و هم همه نیروهای دموکرات تلاشمون بر اینه که یک سیستم سیکولار، حالا بخواد چه به عنوان بلوچستان مستقل باشه چه به عنوان بلوچستان تحت یک سیستم مثلا فدراتیو ملی جغرافیایی باشه، ولی حتما باید به عنوان یک سیستمی باشه که دین از دولت باید جدا باشه. من افتخارش رو نکردم، فقط اینو عرض کردم که در واقع این نوع حرکت های جمهوری اسلامی است که باعث این همه همبستگی ها در میان اون بخش دیگه‌ای که مخالفش هستن میشه. مثلا وقتی که میبینن 100,000 نزدیک حالا 2 میلیون یا 4 میلیون نمیدونم خواهان این هستن که یه مسجد داشته باشن و جمهوری اسلامی اجازه نمیده، خب این بالاخره باعث میشه و همون جایی که تلویزیون‌های مختلف در بیایند و شروع کنند به
تبلیغ و ترویج افکار و عقاید خودشون هم زمینه هم که از نظر تاریخی بسیار فراهم و آماده است و سیاست‌های بین المللی و منطقی همه هم دست به دست همدیگه داده. نهادها و ارگان‌ها هم فراهم هستند. خیلی خیلی راحت‌تر این بخش از مردم، این بخش از توده‌های مردم بخشن به عنوان یک ابزار قرار میگیرن توسط کسان دیگه که به دنبال اهداف خودشون هستن و همچنین حرکت‌هایی را انجام میدن. نیروهای دموکرات و ملی بلوچ در ارتباط با حرکت‌های مذهبی که انجام شده هیچ وقت موضع جانبدارانه نگرفتن که از اونا طرفداری کنن. اما این رو ما گفتیم که این نوع حرکت‌ها انعکاسی است از شدت تبعیضی که جمهوری اسلامی در همچنین جاهای حتی از دیدگاه مذهبی داره انجام میده. خب به نظر ما مخالف این هستیم که هرچند خودمون مذهبی نیستیم ولی مخالف این هستیم که به حقوق مذهبی انسان ها تجاوز بشه. یکی رو به عنوان اینکه سنی هست، یکی رو به عنوان اینکه نمیدونم علوی هست، یکی رو به عنوان اینکه شیعه هست، یکی رو به عنوان هر چیز دیگه که داره به قول معروف مورد تبعیض قرار بدن. زمانی که یک دانشجوی بلوچ میره اونجا که برای ادامه تحصیل خودش به دانشگاه وارد بشه، اینا اون صدهای مختلفی رو که نمیدونم به عنوان بازجویی های ایدئولوژیک و مذهبی هست میفهمه که مثلا به جرم فقط سنی بودن این رو رد کردن و این حق رو بهش نمیدن که بره ادامه تحصیل بده یا امکاناتی رو ازش محروم. این طبیعی است که بالاخره دشمنیش از همونجا شروع میکنه. بستگی داره به اینکه چه زمینه ای اونجا برای ابراز این نوع حرکت وجود داشته باشه. زمانی که سرکوب هست، زمانی که نیروهای دموکراتیک هیچ نوع نهادی رو در بلوچستان ندارن، هیچ نوع نهادی رو، ارگانی رو ندارن، جو میدان فقط بازی برای همونایی که به هر حال خود رژیم اسلامی هم کمک کرده الان رسیدن به جایی که مدارس کمک کردنش نه مادی. این رو با تاکید باید بگم که این نشه، چرا که جمهوری اسلامی هیچ یک ریالی هم به این مدارس کمک نکرده، نمیکنه و فقط اوایل جلوشون رو نگرفته، الان رشد کردن رسیده به جایی که عرض کردم. ما در زاهدان دوست عزیز، شاید شما این را مبالغه حساب بیارید، الان سالانه فارغ التحصیلان مذهبی دختر بلوچ داریم. حالا بیا چی کارش بکنیم؟ این آیا به دست من تو میشه که جلوی همچین حرکتی رو بگیریم؟ میکنن مردم اونجا، زمینه براشون فراهم هست، حقشون هم هست که حرکت بکنن در این رابطه، میرن برای خودشون. بنابراین من با سخنانی که شما فرمودید هیچ مشکلی، هیچ اختلافی و مخالفتی ندارم. یعنی در واقع شما سخنانی رو گفتید که شاید من باید میگفتم. خیلی ممنون. خیلی کوتاه جناب یاشا گرامی، من با صحبت‌هایی که فرمودید واقعا خیلی مدبرانه بود و گوش دادم و لذت بردم. هیچ مخالفتی نه اینکه ندارم، 100% موافق صحبت‌های جناب عالی هستم و حقیقتا نکته همینجاست که ما باید به دنبال رسیدن به حق حاکمیت ملی خودمون باشیم، حقوق ملی خودمون باشیم. حالا این میتونه بسته به شرایطی که به هر حال الان درگیر هستیم یا فردا درگیر خواهیم شد شکل و شمال‌های مختلف به خود بگیره و تشکر میکنم از سخنان گوهربارتون. همین، ممنون. دوست عزیز، انشاءالله سوالاتی رو مطرح کردید که خیلی اساسی و بنیادی هستند و نمیشه واقعا اینا رو در یک جمله یا در یک کلام کوتاه پاسخ گفت و احتیاج به صحبت داره. شاید لازم باشه برای پاسخ به این صحبت ها بازم از این جلسات بگذاریم، بیشتر بگذاریم صحبت بشه، ولی خیلی کوتاه من تا یادم نرفته در ارتباط با این چیز آخری که شما فرمودید که آیسای پاکستان به البدر المجاهدین و لشکر طیبه و اینا که برای آزادی کشمیر حمایت میکنه، فعالیت میکنند، همکاری دارند یا ندارند اینا. دوست عزیز، من فقط این رو خدمتتون عرض بکنم که آیسای پاکستان همکنون 14,000 نفر، حالا این ارقامی که من میگم بالا پایین داره ولی همین هولوش همین حدود هست، از بهترین فرزندان ملت بلوچ رو اصلا قاپیده و نمیدونن که کجا هستن. فقط اجساد و لاشه های اینها رو
توی خیابون‌ها یا توی حتی بیابون‌ها پیدا میکنن. اینه که خدمتتون عرض بکنم که آیسای پاکستان یکی از قوی ترین در واقع دشمنان سرکوب کننده مبارزین بلوچ که برای حقوق ملی خودشون مبارزه میکنند هست. بنابراین هیچ نوع همکاری با گروه هایی که توسط پاکستان مورد حمایت هستند با تشکلات سیاسی مختلف بلوچ، چه در قسمت بلوچستان شرقی باشند و چه در قسمت بلوچستان غربی باشند وجود نداشته، ندارد و من چشماندازش رو هم نمیبینم. یکی از سوالاتون که برای اکثر ملت ایران سرنوشتی رو متاسفانه من توی نوشتن خیلی ضعف دارم، نمیتونم سریع بنویسم، ولی این سوالتون رو نگرفتم به درستی که اکثر ملت ایران چه سرنوشتی رو فکر کنم فرموده بودید که برای ملت بلوچ متصور هستن. نمیدونم منظور از اکثر ملت ایران اگر اون شونیست هایی که در حکومت هستند و سیستم حکومتی در دستشون است دارن میچرخونند، سرنوشتی که اونها برای ملت بلوچ متصور هستند این هست که این ملت رو همچنان به عنوان مستعمره خود نگه دارن و طبیعی است که برای تداوم حیات این مستعمره هم از هیچ سرکوبی دریغ نخواهند کرد. ولی مردم بلوچ برای گرفتن حقوق خودشون به شکل‌های مختلف، دوستان حتی همون حرکت‌های مذهبی که الان داره به این شکل‌های واقعا افراطی و خشونت بار که در بسیاری از نمونه‌ها واقعا باعث شرم انسانیت میشه دارن انجام میدن، انعکاسی است از این که این مردم برای حقوق خودشون بلند شدن. حالا دیر نخواهد بود اون روز که همین آدم مذهبی هم به جای اینکه به اصطلاح حقوق مذهبی خودش رو مطرح میکنه و براش مبارزه میکنه، همون شعار و همون نکته‌ای که آقای یاشا میفرمودند حقوق حقه ملی یا حق حاکمیت ملی خودشون، اون رو به عنوان شعار خودشون قرار بدن و مبارزه بکنن. نظر مردم بلوچ ایران با بلوچ پاکستان چه نظری دارن؟ مردم بلوچ ایران و بلوچ پاکستان جفتشون خودشون رو به عنوان پاره‌های از ملت بزرگ بلوچ حساب میکنن و این رو به عنوان حق خودشون میدونند که در صورتی که شرایطی فراهم آید که بتونن با هم دیگه باشن از اون استقبال خواهند کرد، به دلیل اینکه با اجبار و با دسیسه های امپریالیسم انگلیس زمانی که در شبه قاره هند بود این ملت رو به سه قطعه، به سه تکه تقسیم کردن و سرنوشت هر کدومشون هم یک شکل دیگه با خودش گرفته و هر کدوم هم از نظر مبارزات ملی خودشون در سطح‌های مختلفی قرار دارن. قبلا هم عرض کردم که بلوچ‌های پاکستان از نظر مبارزات سیاسی در سطح بسیار بالاتری نسبت به بلوچ‌های غربی دارن به دلیل شدت سرکوبی که در این ور از ابتدا بوده در بخش غربی. فکر میکنم سوالایی که شما فرمودید همینا بود و من پاسخ دیگه ای ندارم. امیدوارم که درست متوجه شده باشم. ممنون. دوستان عزیز، واقعا از ته دل این عرض خدمتتون که برای من افتخاری بود که در خدمت دوستان گرانقدری چون شماها باشم. حقیقتا انتظارم یک چیز دیگه ای بود. فکر میکردم که مثلا شلوغ پلوغ بشه خیلی و به هر حال شعارهای از این طرف و از اون طرف و تکست هایی و نمیدونم میکروفون قاپیدن هایی و مسائل به هم بخوره، چرا که دوچار شده بودم با همچنین مسائلی در جاهای دیگه و یا حتی به شکل‌های حضوری با بعضی از دوستان، اجازه بدید کلمه افراطی رو به کار ببرم، دوستان افراطی ترکمون، که حتی یک ساعت مثلا با اینکه جلسه به قول معروف جلسه عمومی برای اون افرادی است که حضور داریم، ولی فقط به خاطر ارضاء اون حساسیت خاصی که بعضی از دوستان داشتن
منی که یک کلمه ترکی نمیفهمیدم مجبور بودم 1 ساعت فقط بشینم گوش بدم به صحبتایی که اون دوست میتونست به زبان حداقل یا انگلیسی بکنه یا به زبان فارسی بکنه که بالاخره بفهمیم. یه زبان وسیله است، ابزاری است برای رد و بدل کردن آنچه که در ذهنمون میگذره به هم دیگه. بسیار آموختم دوستان، حقیقتا این رو از ته دل بازم عرض کنم خدمتتون و من حتما در خدمتتون خواهم بود اگر چنانچه فکر میکنید که میتونم در به هر حال بخش‌هایی از آنچه که این اتاق میخواد پیش ببره بتونم مفید باشم، حتما خوشحال خواهم شد در خدمتتون باشم. دوستان فراموش نکنیم که ملت بزرگ آذربایجان، ملت بزرگ ترک آذربایجان، من میتونم بگم سرنوشت ایران با توجه به قدرت و حضور گسترده‌ای که در همه جای ایران دارن، با توجه به جمعیتی که دارن و علاوه بر این با توجه به رشد فکری و سیاسی که دارند، میتونن واقعا سرنوشت این جامعه رو تغییر بدن. اما بستگی داره به این که این عزیزان چگونه با مسائل برخورد کنند. و من بعضی وقتها که میشنوم دوستان ترک آذربایجانمون در بعضی از جاها در تقابل با همدیگه قرار میگیرن به دلیل اینکه یکی استقلال طلب هست و یکی نمیدونم فدرال چی، تا آنجا که باعث خوشحالی دشمنانمون میشوند. و این همان چیزی که در واقع دشمن میخواد، تقسیم و به هم ریختگی نظممون و تقسیم قدرتمون. بنابراین امیدوارم که همه دوستان فعال در میدان سیاست آذربایجان، حتما این نشون میده و تا الان هم داره به همین سمت پیش میره که به جای در تقابل قرار گرفتن با همدیگه به موازات همدیگه حرکت کنند، با پذیرش این که هر کدوم از ماها به هر حال به عنوان انسان حق داریم تفکرات سیاسی و تاکتیک های سیاسی متفاوتی داشته باشیم، اما بپذیریم همدیگر رو و این عین دموکراسی است. برای شکی نیست در این که اگر دیر بشه ولی حتمی خواهد بود که حق حاکمیت ملی برای همه ملت های ساکن ایران فراهم خواهد شد، به اون دست خواهند یافت. مسلماً بستگی داره به این که اون قدرت سرکوب چقدر بخواد استفاده بکنه از اون قهرش و چقدر این مبارزات رو تضعیف کنه، ولی نهایتاً مسیر همه و چشمانداز همه به سمتی است که ما پیروزی خودمون رو می‌بینیم، پیروزی حق به دست آوردن حق حاکمیت ملی در هر کدوم از این ملیت هایی که مدت زمانی است طولانی تحت ستم و تبعیض بودند. حالا این فرق نمی‌کنه به شکل حق حاکمیت ملی در چارچوب ایران باشه و اگر چنانچه مرکز گرایان در واقع دامن بزنن به این تمرکز، کلمات بعضی وقتا از زبون آدم یا ذهن آدم میپره بیرون، به واگرایی دامن بزنن به جای همگرایی، به شکل هر کدوممون به شکل کشورهای مستقل خودمون به هر حال ادامه حیات روی این کره زمین خواهیم داد. اما مهم اینه که ما هممون با همدیگه باشیم، هممون همدیگه رو درک کنیم، نقاط ضعف و مثبت همدیگه رو بدونیم چی هست، در بهتر کردن و نمیدونم زدودن اون نقاط ضعف به همدیگه کمک کنیم و اون چیزی که به عنوان نقاط مثبت هست اونا رو قوی‌تر کنیم. من به همه شما هم شب بخیر میگم، در خدمت هستم تا زمانی که اتاق بسته بشه و واقعا لذت بردم و امیدوارم که همیشه از این گونه برای نشست ها داشته باشیم. خیلی ممنون، من میکروفون رو رها میکنم.